چطور میخواین از این مسئله گذر کنید؟ شما مادامی که هویت خودتون رو، مادامی که زبان مادری خودتون رو، مادامی که فرهنگ خودتون رو، لایف استایل خودتون، رفتار اجتماعی خودتون رو و آن چی که خودتون هستید رو نتونین به رقیبتون نشون بدید من اونی هستم که هستم، الان به خوبش الان به بدش، اگه چیزایی هستش که نیاز به آموزش درست داره 100% از این آموزش استفاده خواهیم کرد برای بهتر کردن. همه انسان ها نیاز این که دارن که امروزشون از دیروزشون بهتر باشه، نیاز به ایژوکیشن دارن، نیاز به علم دارن، نیاز به درک بیشتر دارن، یادگیری بیشتر دارن تا بتونن روز به روز آپدیت بشن، همونطور که کامپیوتر آپدیت میشه. پس ما باید بیایم یه ذره بحثا رو ببریم به این سمت. ما باید برای خودمون ارزش قائل بشیم، هم برای خودمون، هم برای هم نوعان خودمون و هم برای همسایگان خودمون. ما باید برای هممون هم ارزش قائل بشیم. اما مادامی که ما خودمون رو سانسور کنیم، به خودمون ارزش و احترام نذاریم، ما بزرگترین دشمن خودمون هستیم. ما باید به این مسائل دقت بکنیم. ما بحثامون رو باید کلاب هاوس، این فرصت بسیار عظیمی است، این بخش اساسی دموکراسی و رسیدن به حقوق انسانی است که شما ایدنتیتی خودتون رو آنطور که هستین تو باید خودتو معرفی بکنی تا بتونی نسبت به اون ایدنتیتی خودت، یعنی در قدرت و ثروت تو باید سهیم باشی در یک جغرافیای سیاسی. این نباید یه ضعف باشه، این باید یک قدرت باشه، یک اپورتونتی باشه برای تو، یه فرصت باشه. مادامی که این فرصت در این جغرافیای سیاسی شناسایی نشه، ما دچار مشکل خواهیم بود. یک عده قلیلی میان دوباره قدرت رو از دست ماها میزداین. وقتتون بخیر. مریم جان، کسی دیگه هست که سخن نگفته باشه؟ واجد بلوچ دست برزادیم، واجد بلوچ، واجد دو واجد دادشاه دست برزادیم. واجد بلوچ جان بفرما. مریم جان پخش زنده بیار بالا. امیر جان شما سخن نگفتی؟ جناب امیر عزیز سخن نگفتی، شما میخواین سخن بگی؟ امیر جان من گوش میدم. واقعیت روک و رو راست جناب عزیز بهتون میگم، گوشای ما پره از این. توی کلاب هاست آدم میاد میگرده، شاید بتونه یه راهی پیدا بکنه برای برون رفتن از این موقعیتی که خودمون برای خودمون پیش آوردیم. علیرضا جان اومدن گفتن که فدرالیسم، نمیدونم دموکراسی، سکولاریسم. حالا اگر نمیدونم این باید یه صحبتی بشه، یک گفتمانی ایجاد بشه اینجا که حالت این نداشته باشه که من بیام شعار بدم، نمیدونم، چون حرفایی که من شنیدم رو رو راست بگم شعاری بیش نیست، یا خود درمانی بگم اسمشو بذارم، چی بگم، این حرفا رو بیام تو کلاب هاوس بزنیم نتیجهش چیه؟ هیچ. خودمون رو شاید خالی کرده باشیم، بیش از این چیز دیگه ای نیست اگر دلیل دیگری نداشته باشه. ولی مسئله سر اینه که این سه تا شرطی که علیرضا جان گذاشتن، منم میگم اوکی، ولی پرسش من اینه که نتیجهش چی باید بشه. نمیدونم علیرضا جان هستن پاسخ بدن نتیجهش. هست، در درصد هست، ولی به نظر من خب امیر شما به عنوان یک آدم آگاه، به عنوان یک آدم ایرانی آگاه که من میدونم این سطح آگاهی در شما هست، اگه شما همکنون ببینید ما الان 4-5 سال به یک شعار حداقل رسیدیم توی این 4-5 سال. چون الان فکر کنم شورای مدیریت گذار فکر کنم 4مین سالشو داره، وارد 4مین سالش میشه و بعد از شورای مدیریت گذار، یعنی پیش از شورای مدیریت گذار ما رسیده بودیم به یک شعار حداقل سیاسی. یعنی با این حداقل فرض میکنیم من
خواسته های من فرض میکنیم من به عنوان یک سوسیالیست، به عنوان یک چپ، آرزو دارم که جامعه من جامعه مثلا کمونیستی برابر حقوقی باشه که هر کس به اندازه کارش، هر کس به اندازه نیازش. فرض میگم که یک ایران، دو حقوق بشر، سه دموکراسی، چهار جمهوری، پنج سوسیالیسم، شش حاکمیت کمونیستی. شما میگید آقا من با حاکمیت کمونیستی همراه نیستم، با سوسیالیسم تو هم همراه نیستم، با مثلا جمهوری تو هم همراه نیستم، فرض میکنم، ولی با ایرانت همراه هم، با دموکراسی همراه هم، با حقوق بشر همراه هم. بعد سر سیستم یا پادشاهی یا جمهوری میذاریم به رأی. فرض میکنم من میگم نه آقا من نیستم، اون یکی دیگه همینجور، اون یکی دیگه همینجور. بعد من میگم که باشه آقا من از حکومت سوسیالیستی صرف نظر میکنم، آرزوی من حکومت سوسیالیستیه، ولی به خاطر اینکه با هم باشیم جمهوری اسلامی رو من به تنهایی نمیشکنم، باشه من از این سر میرم، از سوسیالیسم من سر میرم. مثلا فرض میکنیم از جمهوری شاهیش هم سر میرم، ولی تو هم باید از این چیزایی سر بگذاری. شما میگید خب چی باشه؟ اونم من میگم باشه، من ایران تو میپذیرم، دموکراسی رو میپذیرم، حقوق بشر با تو هستم، سکولار دموکراسی رو با تو هستم، اما من از فدرالیسم سر نمیگم. خب من دو تا رو گذاشتم دیگه، من هم از سوسیالیسم گذاشتم هم از کمونیسم گذاشتم. آرزوی من اونه به عنوان یک چپ. شما هم باید یک چیزی رو بپذیرید دیگه. بعد ما تا جناب عزیز اینجا یه جمله اینجا دیگه یه نه جمله نه دیگه نه نه میگم دیگه ادامه تموم بدید کنم. حرفتون رو، ادامه بدید حرفتون رو. از این سناریویی که شما گفتید، حالا من یه چیز دیگه میگم. من میگم اصلا همه این ستایی که شما میگیرم هستن، ولی چی هست، نتیجهش چی میشه؟ میگم من فدرالیسم رو نمیشناسم، نتیجهش چیه؟ این فدرالیسم که شما هی دارید میگید چه فرایندی داره؟ منو به چی میرسونه؟ از من چی میگیره؟ اینو باید برای من روشن کنید. به شما رو من به چی این میده؟ میرسونه. بله. شما اگر فدرالیسم رو بپذیرید، نه ما دیگه رو به این نمیپذیرم، چون میرسونه که کنگره. نمیشناسم. نه چون نمیشناسم نمیپذیرم. از شما خواهش میکنم، میگم شما به من بگین فدرالیسم که شما میگید، خب اولی و دومیشون رو با هم توافق کردیم، با هم آره یکی هستیم. این اوکی سومی که شما دارین مطرح میکنید، میگم من نمیشناسم، ولی اگر با شما موافق باشم، من چه چیزی از دست میدم، چه چیزی به دست میارم. اوکی فرایند باش. اینی که شما میگید من نمیشناسم چی باید باشه؟ آیا من عزیز میگم منم یه که سوال، آیا عزیز جان ببخشید، منم یه سوال کوتاه داشتم در حد 30 ثانیه که دوست عزیز مطرح کرد. منم یه سوال داشتم که اینو اگر شما جواب بدین دیگه ما هم میریم پایین گوش میدیم به حرفای شما. ببینین حرف بسیار درستی زد آقای امیر عزیز، چون بعضی از دوستان میان به هر حال یه چیزایی میان که خود درمانی میکنن، از لحاظ به هر حال میان اینجا، مثل من یکی از اونایی هستم که میان فقط شعار میدم. امیر عزیز گفت مادامی که انسان، مادامی که مادامی که من یه چیزی رو قشنگ نشناسم، من اونو قبول نمیکنم. من از همین تریبون میخوام بگم و این رو بدون تعصب میگم، بدون تعصب، چون تعصب انسان رو از بین میبره. خب بدون تعصب. آقای عزیز دادیا، شما تو کشور اروپایی زندگی میکنی، تو سوئد زندگی میکنی. خب در سیستمی که شما زندگی میکنی، انسان مادامی که نشناسه، انسان مادامی که یک جغرافیای سیاسی رو قشنگ درک نکنه، انسان مادامی که در این 100 سال در هیچ کجای قدرت در این
در این جغرافیای سیاسی نبوده، نه کار سازمانی تو شرکت. چطور میشه چیزی رو که آدم نشناسه اون رو قبول بکنه؟ یعنی من وقتی مادامی که ایران رو نشناسم، چطور میشه ایران رو قبول بکنم؟ من بعد از ایران گذر بکنم. این حرف من هستش. یعنی من مقصد من جمهوری اسلامی نیست. مقصد من این هستش که من بعد از اون چیزی که برای من مبهم هستش، من باید از اون گذر بکنم. پس هدف نهایی و غایی من این هستش که من بعد از ایران گذر بکنم. ایران باید سایه‌شو از بلوچستان برداره. وقتتون بخیر. خب اجازه بدید ما درودی داشته باشیم خدمت جناب آقای بندوی. رفت یا من نمیبینمش؟ اینجا بود ولی رفت پایین، فکر کنم باز میاد. پایین آقای عبدالله عارف هست، مدیر کمپین فعالین بلوچ. ایشون هم هستند، اگه بتونی دعوت کنی آقای عبدالله رو. ما که همه رو دعوت کردیم عزیز من، ما بدون دعوت کسی رو نگذاشتیم. ما دوباره همه رو دعوت میکنیم یک بار دیگه. بندی اومد بالا و رفت، چرا؟ ما نتش چیز شد. آقای کی شما گفتی؟ آقای امیر من دعوت کردم از. نه، آقای عبدالله عارف. آقای عبدالله عارف. بذار ببینم رفت. آقای رحیم کامی اومده، جانم. بذار صحبت آقای رحیم رو گوش کنیم. آره رفت. رحیم جان درود برابر رواجه، خیلی خوش آمدید. جناب رحیم بندوی از رهبری حزب مردم بلوچستان، همچنین آقای جمشید امیری از جبهه متحد بلوچستان و همچنین آقای علیرضا یکتا از حزب چپ و دوستان حزبی که ما میشناسیم که سیاسی باشن. فعلا این 3 نفر رو داریم. ما برنامه‌ای گذاشتیم ضمن خوش آمدگویی آقای بندوی عزیز. برنامه ما دیشب گذاشتیم برای تدارک یک تظاهرات گسترده در اروپا اگر بشه. علیرضا جان مایکت بازه، چه وضعه؟ ممکنه مرد علیرضا جان. بکن شده داری. علیرضا جان مایکت بازه عزیزم. جناب یکتای عزیز مایکتون بازه. علی جان. خب ارزم به حضورت که ما دیشب یه برنامه گذاشتیم، پیشنهاد کردیم برای ایجاد یک تظاهرات بزرگ سراسری اروپا، حداقل اروپا به لحاظ آفتاب و ساعات کاری، 6 بعد از ظهر، 6 و نیم بعد از ظهر روز جمعه باشه، برای حمایت جمعه زاهدان و تداوم انقلاب، که اگر این هیزم رسانی جمعه های زاهدان به پایان برسه، وضع خوبی برای انقلاب و پیشبرد انقلاب نمیشه. این جمعه ها باید هیزم رسانی بشه، بنزین رسانی بشه. بنزین رسانیش هم همکاری شهرهای مرکزی ایران هست در داخل و حمایت گسترده بزرگ خارج به عنوان طرح یک خواست برای دولت‌های در واقع امضا کننده حقوق بشر، دولت‌های مدرن اروپایی که حقوق بشر رو امضا کردن و مگر اینکه حقوق بشر فقط اروپایی باشه. اگر مقصود از حقوق بشر جهانی است، ایران هم جز این جهانه و این دولت‌ها پس از این کشتارهای خونین و اعدام‌های روزانه باید یک بار دیگه حقوق بشر رو امضا بکنن به سوی ایران هم، که حاکمیت ملایان 1400 ساله پیش باید 2 کار بکنن. در غیر این صورت جهان بشری با اونها قطع ارتباط آغاز خواهد کرد. از این 2 کار که خیلی هم مهم نیستن، حاکمیت و نفتشو نمیبنده، روزگارشو سیاه نمیکنه، جادهشو تنگ نمیکنه، ترافیکشو خراب نمیکنه، فقط زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن
و اعدام و متوقف بکنن. همین دوتا. در غیر این صورت تا مثلا یک هفته وقت داره این کارو بکنه، اگر نکرد سفراشونو میفرستن، چون بشریت در خطره. این نسل کشیه. همون کاری که با آفریقای جنوبی کردن، تحریم بین المللی، چتر هواییشو ببندن، حداقل سفیر نمیکشن، باش پروازهای جمهوری اسلامی به اروپا ممنوع. یک کاری باید بکنه. اما این تظاهرات باید گسترده باشه، یعنی 5000 2000 نفر و 400 نفر و 300 نفر در اونجا 3 ساعته نه. این تظاهرات ها باید گسترده باشه در تمامی پایتخت های اروپایی، در پاریس، در نمیدونم استکهلم، در اسلو، در نمیدونم هر کشور، هر پایتخت کشور اروپایی، همش آلمان، همه چی. ایرانی ها به علاوه هر حزب ایرانی که هست از احزاب اروپایی هم دعوت بکنن. مثلا اگر یه حزب چپی هست با حزب چپ سوئد، با حزب چپ آلمان، اگر یه حزب چپ ایرانی هست که هست، باید با احزاب چپ وارد گفتگو بشه که ما لشکر میخوایم، یک نامه نمیخوایم شما فقط حیوانیت نامه ای بکنید، 100 نفر 200 نفر از اعضاتون هم بفرستید تو صف ما، یه نماینده بفرست سخنرانی بکنن تو صف ما. اگر یه حزب فرضاً سوسیال دموکراسی هست، یه حزب ملی هست، یه حزب نمیدونم جمهوری خواهان هست، اونم باید از حزب راست سوئد یا از حزب راست آلمان بخواد آقا ما نمیخواد. ضمن این که این احزاب سیاسی ایران مشترکاً یک نامه می نویسن که از این تظاهرات دولت ها باید حمایت بکنن. حمایتشون این دو خواست. یک همچون چیزی باید پیش برده بشه. حالا امشب جمعیتمون البته یک کم کمتر شده، شاید بعداً بیشتر بشه. رضای عزیزم اومده، اجازه من دعوتش کنم بیاد بالا. رضا جان هستی؟ رضای عزیز، قیاسی عزیز هستی؟ امیدوارم که بیای بالا شرکت. جناب پرویزیان هم دعوت بکنم. هر حال ما همچون تصمیمی داریم، یعنی تصمیمم ما دوست داریم که از طرف احزاب بلوچستان باشه، برای که مسئله در بلوچستان اتفاق افتاده. این آتش بیاری انقلاب در 30 و چندمین هفته است که از سوی مردم بلوچستان یک تنه این بار جنبش رو به گردن گرفتن و نمیگذارن که انقلاب ژینا بخوابه، بگن مثلا دیگه تظاهرات تو شهرها نیست، دیگه اونجور دانشگاه به هم نزده، دیگه اونجور فلان نیست. اما هست ولی کمن، اون جوشش خروشش زاهدان رو ندارن. اینه که اگر این هم خاموش بشه، حکومت ملایان بیشتر گلوکاری میکنه که آقا تمام شد، ما جمعش کردیم. آقا جمع کردیم دیگه، آقا جمع کردیم دیگه، زاهدان باید به هم میزنه. جمعه فرا میرسه، جمع کردین پاسدارا و گلوترکنهای حاکمیت و فریاد 50,000 نفری زاهدان بر هم میزنه. تو غلط کردی جمع کردی، دروغ داری میگی جمع کردی. میگیم که این آتش انقلاب رو نگذاریم خاموش بشه. تظاهرات سراسری پایتخت‌های اروپایی با یک ازدحام جمعیتی زیاد، با نامه مشترک احزاب برای پارلمان‌ها و خواست آزادی زندانیان سیاسی و متوقف کردن اعدام‌ها، باید از سوی پارلمان‌های اروپایی به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه. ما پیشنهاد ما اینه که حزب مردم بلوچستان به عنوان کاراترین حزب بلوچی که بیشترین روشنفکران و الیت جامعه سیاسی بلوچستان در خارج از کشور داره، با همکاران احزاب و سازمان‌های دیگر بلوچستان مثل جبهه متحد، مثل نمیدونم رایز جنبش، جنبش خلق بلوچ، مشترکاً یک تقاضایی رو از احزاب مرکزی ایران که در خارج از کشورن رسما و کتبا بخوان که ما همچون تظاهرات رو میخوام شما
یاری برسانید. همه احزاب باید جمعیت خودشون رو فرا بخوانند، باید نیروهای سیاسی رو در یک فراخوان دعوت بکنن که به این تظاهرات در واقع فراجناحی که هیچ کس پرچم نداشته باشه، هیچ کس چیزی نداشته باشه، فقط با یک پلتفرم، فقط با یک پلاکارد و آن پلاکارد زاهدان بلوچستان حمایتت میکنیم، همین یک شعار در آن روز، هیچ شعار دیگری داده نمیشه، فقط عکس شهدای انقلاب میتونن همراه با این پلاکارد باشن و بس، هیچ تصویر دیگری، هیچ پرچم دیگری، حتی پرچم ایران، هیچ پرچم الا تصاویر شهدا و یک جمله و اون جمله همینه: زاهدان بلوچستان جمعه ها حمایتت میکنیم. همین. و این تو سرتاسر اروپا روان بشه در یک هفته، در 2 هفته پشت سر هم، یا هفته هایی که همکنون در لندن مثلا هر هفته روزهای شنبه یه همچون تظاهراتی هست. جناب عبدالله هم از سازمان راج زرندش، نخستین سازمان بلوچی که اولین اساسنامه بلوچستان رو صادر کرده، جنبش ملی رو، نمایندهش امشب هست اینجا. در این رو ما امیدواریم که تقاضای احزاب و سازمان‌های بلوچی یک تقاضای مشترک باشه به سوی همه احزاب مرکزی ایران که اونا رو فرا بخوانند که به ما بلوچ‌ها پاسخ بدید. این همکاری و در این تظاهرات گسترده که مانند توپ و بمب صدا بکنید. یکی از دوستان میکروفونش باز نیست. ببخشید ما داشتیم با پسرم صحبت می‌کردیم. معذرت. اینه که دوستان عزیز یک همچین چیزی هست. حالا این پیشنهاد ما بوده از دیشب، امشب هم که جناب بندوی قبول زحمت کردن اومدن، آقای عبدالله عزیزم هست و جناب جمشید امیری هم هست به عنوان گردانندگان 3 تشکیلات بلوچستان ایران. جناب بندوی میکروفون در خدمت شماست، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. درود دارم خدمت کل هم اجمعین، به قول معروف همه گرامیانی که بالا هستند و عزیزانی که پایینند. خوشحالم در میان جمعتون هستم و برای عزیزم بهت قول دادم که بیام. حقیقتش واقعا گرفتاری اینقدر زیاد بود که مجبور شدم خیلی کارا رو به قول معروف به شکلی بگذارم کنار و در خدمتتون باشم. فرمایشاتی که شما الان فرمودید گوش دادم دقیقاً و از دیروزم که شما همون نکته رو با من مطرح کردید، از من خواستید حتما بیام. یک شکلی فکر کردم در واقع خود من، این مثلا حقیقتش هم با دوستان دیگری مطرح نکرده بودم، ولی در اصل الان هم عبدالله هست، هم جمشید هستند و خود شما هم هستید. راستش از این که این نگهدارندگان این شعله جنبش ژینا همچنان زاهدان هست، با این که به هر حال تلفات زیاد دادند و هنوزم دارن میدن. جمهوری اسلامی در واقع به شکل‌های مختلف داره این تقاضا رو میگیره که چرا به شکلی به قول کوتاه نمیایید، هنوزم واسطید. خب دلایلش که کاملا واضح هست و این همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، حداقل تا همون طرحی که حداقل یا همون خاصی که حداقل همونجا مطرح هست. برای همه مایی که بیرون هستیم به شکلی در واقع در جریان مسائل داخل از طریق این شبکه‌های اجتماعی که هست، درونی هست بین کسایی که بیرونن با داخل ارتباط دارن، مردم شدیداً تحت فشارن به شکل‌های مختلف، وحشتناک و ذی حق این پشتیبانی هستند. یعنی واقعا باید این پشتیبانی از سوی اپوزیسیونی که در خارج هست و به اضافه مردمی که در درون هستن. مردم درون حقیقتا هنوز اون جنبش رو، هنوز اون همبستگی رو دارن، ولی متاسفانه به هر حال یک سری تنش‌ها و اختلافاتی که در میان اپوزیسیون در بیرون بوده یه مقداری
این همبستگی رو صدمه زده. اما بعضی وقتا به قول معروف میگن که دعواهای موقع چی میگن، به قول ما بلوچا میگیم شخمکاری، یعنی زمانی که در واقع داریم بذرها رو میکاری، دعوای اون موقع بهتر از دعوایی است که موقع برداشت محصول است. چرا که وقتی که دعوایی که از قبل بشه در واقع همه مسائل روشن میشه، در نتیجه دعوایی در موقع برداشت محصول نخواهد بود و شاید این اختلافاتی هم که الان به وجود اومده و امیدواریم برحال به شکلی ترمیم بشه و به سوی مثبت حرکت بکنه و این همبستگی مجددا به وجود بیاد. حالا اون بحث دیگه است، اون بحث نیست الان، سر این بحث رو نداریم که الان بحث بکنیم، ولی برای متاثر شده این قضیه. می‌خواستم اینو بگم عزیز جان و دوستان گرامی، حزب مردم بلوچستان حقیقتش 2 هفته پیش بود، فکر می‌کنم دقیقاً 2 هفته یا 3 هفته پیش بود، به هر حال این فراخوان رو دادند و تشکلاتی هم پشتیبانی کردند، از جمله حزب چپ در آلمان. در جریان هستم که در هامبورگ فکر میکنم یا هر حال یکی از این شهرها به هر حال همبستگی بوده و این جای سپاس و قدردانی داره و به اضافه دوستان کرد هم در جای مختلفی بودن، روشن فکران دیگه که بودن بود، ولی آن انتظاری که به قول معروف بود خب نبود. دلایل هم زیاد هستند که فکر میکنم جای بحثش هم الان نیست. به همین دلیل من این پیشنهاد میکنم عزیز جان و دوستان دیگر، علیرضا جان شمایی که اینجا هستید و به هر حال این مسئله رو دارید مطرح میکنید و به درستی هم مطرح میکنید که مردم بلوچستان و این جنبشی که در بلوچستان در واقع همچنان اون شعله انقلاب زن زندگی آزادی رو همچنان فروزان نگه داشته، ذی حق این پشتیبانی هست. ولی من فکر میکنم، یعنی عرض کردم این مسئله که دیشب مطرح کردیم با کسی تا الان مطرح نکردم، فکر میکنم تنها کسی که به یک شکلی زنگ زد و من خود آقای امیری بود که هستند اینجا و اونم قطعا از کانال شما مطرح شده و گفته شده. من فکر میکنم و پیشنهاد میکنم که این فراخوان اگر از سوی غیر بلوچ ها داده بشه برد بیشتری خواهد داشت، وسعت بیشتری خواهد داشت و قطعا همه ما بلوچ از هر به قول معروف قشر و قماشی باشیم، از هر تفکر سیاسی باشیم، قطعا وقتی که ببینیم تشکلاتی که از بلوچستان نیستند، متعلق به جاهای مختلف دیگه ایران هستند، متعلق به یک تفکر مشخصی هستند، همچین پیشنهادی رو مطرح میکنن، همچین فراخوانی رو میدن، من فکر میکنم شانس موفقیتش و احتمال اینکه پشتیبانی بیشتری ازش بشه خیلی خیلی بیشتر است تا اینکه مثلا فرض بفرمایید ما احزاب بلوچ بخوام همچین فراخوانی رو بدیم، در وله اول تمام اون تمامیت خواهانی که در ایران هستند، چه از بخش و جناح پادشاهی خواهان باشند چه از بخش و جناح جمهوری خواهان تمامیت خواه باشند. رنجان ببخشید یه پرانتز کوچولو من تو سخنتون باید فکر کنم که اونجور که من مطرح کردم شما اونجور نگرفتید. من نگفتم فراخوان رو شما بدید، فراخوان رو بلوچان ندن. فراخوانی که شما میدید، شما یک درخواست میکنید از احزاب و سازمان‌های، یک درخواست کتبی. هر 4 تا حزب بلوچستان یک درخواست همکاری به طرف احزاب و سازمان‌های سراسری ایران میدید که ما یک همچون فراخوان بزرگی رو در سرتاسر اروپا در نظر داریم. دوست داریم که تقاضا میکنیم از شما که با ما برای این فراخوان در گستردگیش کمک کنید، نه اینکه شما فراخوان رو بدید. بعد اون فراخوان رسمی رو وقتی اونا پذیرفتن همه با هم امضا میکنید و میدید به مردم که یه همچون فراخوانی، یعنی همه احزاب جمعیت‌های خودشون رو آماده میکنن برای اون روزی که شما به توافق میرسید با اون احزاب که مثلا وارد گفتگو میشید دیگه. بعد از اینکه تقاضای شما رو پاسخ دادن وارد برنامه ریزیش میشید. بلوچ‌ها با سازمان‌های مرکزی، سازمان‌ها و احزاب بلوچی با سازمان‌ها و احزاب مرکزی وارد گفتگو میشن برای چگونگی تدارک دیدنش. پس منظور
این فراخوان یک چیز دیگه که داره اینه که شما در واقع که همه احزاب سازمان‌های سراسی ادعا میکنن که از بلوچ‌ها حمایت میکنن، بلوچ‌ها رو دوست دارن، همه ادعاشون اینه. یک رقابت خوبی هم در بین اونها چیز میشه و ادعاشون هم میگن خب بلوچ‌ها از ما تقاضا کردن، کتبا هم نوشتن ما همه باید این کارو بکنیم. یعنی این یک ویژگی خاص داره برای اونها که پاسخ بدن به شما. به نظر من از این نظر اونها دچار یک عکس‌العمل قطعی وظیفه شناسی میشن در قبال بلوچ‌ها و تقاضای احزاب بلوچی. این گستردگیه، چون اگر تظاهرات اینجوری باشه که 100 نفر 200 نفر و 2000 نفر باشه ارزش نداره، نکنیم بهتره. ولی ما میخوایم که یعنی ما و همه باید اینجور بخوایم که این تظاهرات آنچنان گسترده باشه که شایستگی دفاع از یک همچین جنبش بزرگی رو به عنوان 30 و چند هفته اون رو در یک استان نگه داشتن یک حمایت در خود شایسته خودشو میخواد. از این نظر من ببخشید که سخنتون رو قطع کردم. نه خواهش نه. خب مسئله یه مقدار روشن‌تر شد. دقیقاً راست میگی. برداشتی که من از صحبت‌های دیشب داشتم و حتی پیشگفتاری که الان جناب ولی داشتید، من متاسفانه برداشتم این بود که احزاب بلوچستان فراخوان بدن و انتظار داشته باشند یا بخواهند از تشکلات سرتاسری دیگه با گرایشات سیاسی مختلف و بخصوص برای اونایی که به قول معروف به شکلی به دنبال ایجاد برابری هستند در داخل ایران، برابری های مختلف، از برابر حقوقی جنسیتی بگیریم تا برابر حقوقی ادیان و مذاهب و عقاید و ایدئولوژی ها و تاجدای دین از دولت و به اضافه اینکه برابر حقوقی برای ملیت های مختلف تاریخی ساکن این سرزمین هستند. دقیقاً من الان متوجه شدم و موافقم با این شکل. من فکر نمی کنم مشکلی باشه در این که این تشکلات سیاسی بلوچ مشترکاً بخواهند از حداقل آن تشکلات سیاسی سرتاسری که ارتباط دارند با بلوچ‌ها، حداقل از آن بخش، یعنی ارتباطات حزبی حداقل هست، میشه این کارو کرد. ولی من فکر می‌کنم این مستلزم یه برنامه‌ریزی درست هست، هم فرصت برای تدارکاتش باشه و هم فرصت برای ارتباط گیری ها و پاسخ گرفتن ها و به اضافه تا جایی که من خبر دارم در ارتباط با حزب چپ هم حالا حداقل 1-2 هفته باید صبر کرد با توجه به یک سری مسائلی که خودشون در پیش دارن و چرا که انتظار این است که حداقل جمهوری خواهانی که اعتقاد به فدرالیسم دارن این انتظار هست ازشون، از همشون بلا استثناء هست. اما کوشش این باید باشه که اینجا جنگ بر سر این نیست که چه باید باشه و چه نباید باشه. و جنگ الان به قول معروف که پشتیبانی هدف این باشه که از مقاومتی که مردم بلوچستان در بخصوص در زاهدان و جمعه های زاهدان دارن انجام میدن و با توجه به اون جنایتی که جمهوری اسلامی ایران علیه بلوچ‌ها در جمعه‌های خونین و زاهدان و خاش آفرید، ولی مردم عقب ننشستند و محکم ایستادند و همچنان هم ایستادند محکم و سزاوار واقعا یک پشتیبانی بگم مشروط یا غیر مشروط. واقعا من معتقدم که واقعا ذی حق پشتیبانی غیر مشروطند، یعنی بدون هیچ شرطی از این که مقاومت کردن در قبال یک همچنین سیستم هاری که همیشه در بلوچستان کارش چیزی جز کشتن نبوده است، واقعا هستند و این انتظار هست که این حمایت بشه. ما این انتظار رو داریم. پیشنهاد خوبی است و من فکر میکنم که حداقل تشکلات بلوچی، احزاب سیاسی مختلف بلوچ خودشون با هم دیگه این مسئله رو شروع کنن به صحبت کردن، متنی رو تهیه کنند برای این تقاضای به قول معروف همراهی و همکاری و بعد مشترکاً اون فراخوانی که بخواد مطرح بشه. من موافقم با این نکته، ولی عرض کردم باید فرصت داده بشه که سر این مسئله دقیقاً برنامه‌ریزی بشه که چگونه باید آغاز کنیم این گفتگوها رو بین احزاب، یک، و دوماً بعدش هم در ارتباط با تدارکاتی که لازم است در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف و احتمالاً این حداقل 1 ماهی طول میکشه تا این آمادگی
شکل بگیره و مطرح بشه و اعلام بشه و امیدم این هست که بشه واقعا یک همبستگی گسترده ای رو در خارج از کشور در ارتباط با مقاومتی که این جنبش در داخل داشته و هنوزم اون شعلش در بلوچستان فروزان نگه داشته شده، یه پشتیبانی جانانه‌ای در این رابطه بشه، حداقل همچنان که گفتید شما در کشورهای اروپایی. و من مطمئنم یه همچین مسئله باشه حتما در کانادا و آمریکا هم این مسئله پشتیبان پیدا خواهد کرد. تشکلاتی که به هر حال در آنجا هستن هم حتما خواهند پیوست به همچنین فراخوانی. من عرضم همینه، عرض دیگه ندارم. پس بنابراین مشکلی در این رابطه من فکر نمی کنم باشه. اگر عبدالله و جمشید در این رابطه صحبتی دارن بفرمایید، بعدش به هر حال شما به صحبتاتون دیگه ادامه بدید. من میمونم تا وقتی که بتونم، ولی یک سری چیز دیگه هم هست ممکنه زودتر هم مرخص بشم. فعلا میکروفون رو میبندم و به گوش هستم. زنده باشید. بسیار سپاسگزار از فرمایشاتتون. دوستان ببینید نقش رهبری سیاسی این جنبش جمعه ها در زبان و در واقع شیوه هدایتگرانه اون بوده توسط یک شخصی که تقریبا بدون یک حزب سیاسی، بدون یک رهبری جمعی درخور در واقع که توانش زیاد باشه انجام میگیره و اتفاقا آنچنان هدایتگرانه بوده که از فراز یک منطقه، از فراز یک ملیت گذشته، زبان و روحیه ملی یگانگی همه ایران رو فرا گرفت تا اونجایی که حاکمیت ملایان 12 امامی شیعه برحقه رسما و عملا خواستار هر دو شکل به تباهی کشاندن این رهبری است. یعنی هم در صورت کشتن و هم در صورت رسوایی سیاسی دامن زده شده و هر هفته در توطئه هایی من فکر میکنم که ما باید این کار از طرف نیروهای سیاسی ایران انجام بگیری که جلوی چنین اهداف و آرمانهای پلیدی رو از حاکمیت در واقع بگیرن پیش از اینکه وقوع حادثه رخ بده. از این نظر من فکر میکنم که جناب بندوی بعد از 2 و 3 جون، یعنی هفته اول بعد از 2 و 3 جون این عمل صورت بگیره، برای اینکه حوادث خیلی سریع میرن و حوادث خاورمیانه‌ای، کشورهای خاورمیانه‌ای چون با حزبیت سیاسی روبرو نیستن، خلق و سائه به وجود میان و معلوم نیست که چه رویدادهای مهار شدنی بشن یا نشن. من فکر میکنم که به ماه نکشونیم، یعنی 5 و 6 جون نامه کتبی شما، تقاضای شما 4 حزب از نیروهای بلوچی به احزاب سراسری رسونده بشه و احزاب سراسری رو هم ازشون تقاضا بکنی که جواب فوری باشه که عکس‌العمل سیاسی است که این جمعه ها تا هستن حمایت بشن، اگر نشدن که دیگه حمایت لازم نداره. آدم نمیدونه این وقایع چگونه رخ میده. این یکی. دومی که پیش از اینکه من میکروفون رو به جناب سیاهویی بدم، اینو بگم که شما در این تقاضاتون بهتره بنویسید که چون این تظاهراتی چون تابستان و روزها درازن 6 جمعه باشه. یعنی تظاهرات اگر میشه حتما باید روزشم روز جمعه باشه که رقم بخوره با جمعه، اگر نه فایده نداره. و ساعت 6 بگذارید که کارها تعطیل میشه. روز جمعه معمولا کار اداری 5 تعطیله، در روز جمعه انجام بگیره، حالا 6 نه 7 باشه مثلا. ولی همچین چیزی که آفتاب هم باشه، هوا آفتابی است، روزهای تابستانه و این هم در نامتون قید بکنید. جناب سیاهویی میکروفون در خدمتتون، بفرمایید. خواهش می‌کنم. من سلام عرض دارم خدمت همه حضار از اینکه تلاش میکنید که از مبارزات مردم بلوچستان حمایت بشود قابل ستایش است. ما در بلوچستان راجی جنبش ملی بلوچستان همیشه
آماده همکاری در امور بلوچستان. اتفاقاتی که میافتد با همه نیروهای سیاسی این آمادگی را داشتیم و هرچه در توان ما باشد ما این کار را میکنیم. منتها مسئله ای که هست، انتظارات شما دوستان به نظر من یک مقدار زیادتر از آنچه است که من میبینم. شما مثلا به نظرت شما مثلا تظاهرات برلین یا تورنتو رو مثلا به چیز بکنید؟ من فکر نکنم چون این تظاهرات هایی در این شرایط حتی به حمایت از جامعه های بلوچستان شکل بگیره و تظاهرات ها در این شرایط فعلی معمولا از اگر زیاد هم باشند از 200 نفر 300 نفر یا زیاد اگر مثلا تمام جریانات سیاسی هم حمایت بکنن 500 نفر بیشتر نخواهد در یک جا. البته شاید میتون مثلا در سراسر دنیا جمعیت بیشتر باشه، ولی مثلا شما مثلا اگر همین تظاهراتی رو که چند وقت پیش برای دفاع از وحید بهشتی و مبارزات جاری داده بودن در لندن که از هر جا آمده هم بودن، تظاهرات بسیار محدودی بود نسبت به تظاهرات برلین و تورنتو. از این نظر این را هم باید در نظر بگیریم. نکته دیگری که هست، تجربه من خود شخصی من این است که نیروهای بلوچی که در خارج از کشور هستند، آنها در چارچوبی رو که بلوچا خودشان این تظاهرات را تدارک ببینند بیشتر شرکت خواهند کرد تا در تظاهرات هایی که عبدالله قطع شد، بس که رب بیرون. ها عبدالله جان چی شد؟ شما رفتید پایین؟ اصلا از اتاق خارج شد. پایین نیست الان؟ چرا پایین هست؟ دعوتش کنید بیا بالا. من دعوتش میکنم ولی اومد. آمدن؟ فعلا نه. زیبا جان تا آمد دعوتش کنید. باشه چشم حتما. هنوز نیامده؟ یک لحظه اومدم ولی مجددا ناپدید شدم. الان اومدم فکر کنم. دعوتش کنید دوباره. عبدالله جان آمدی؟ بفرمایید. ببخشید بس من ندارم چرا قد رفت پایین دارم. عجیبه رفتید پایین. بفرمایید. داشتم میگفتم که تجربه شخصی من این است که اگر تظاهرات در رابطه بلوچستان توسط خود بلوچا اگر تدارک دیده بشه، بلوچای مقیم خارج کشور بیشتر شرکت میکنن. مثلا در بوبه وقتی که مسئله جمعه خونین زاهدان اتفاق افتاد، من و بندویی و جمشید تلاش کردیم که یک تظاهرات انجام بدیم. متاسفانه به آن شکلی که ما میخواستیم نشد. بعد ما مجبور شدیم همراه نیروهای دیگر ایران یک تظاهرات را انجام بدیم. در آنجا از نیروهای بلوچ تعداد خیلی خیلی کمی آمدن و تمایل چندانی نشان ندادن. اگر این تظاهرات را خود بلوچا ترتیب میدادن، حداکثر بلوچایی که بودن، بخصوص در آن شرایط که این اتفاق افتاده بود، ما تعدادمون خیلی بیشتر بود و میتوانستیم به مردم بلوچستان پیام خود را بدهیم که ما در کنار شما هستیم.
متاسفانه این نشد. یعنی مردم بلوچستان از ما حمایت چندانی حساب در آن شرایط ندیدن. حالا دوستان فکر میکنند که نه، بازم میشه از جریانات سیاسی خاص، ما مشکلی با این کار نداریم. ولی اگر ما اسم خودمان را در این حساب تقاضایی که از نامه‌ای که برای آنها میفرستیم و از آنها بخواهیم که از جمعه خونین بلوچستان حمایت بکنند، تا آنها نام جنبش ملی بلوچستان را ببینند یک مقدار برایشان مشکل آفرین خواهد شد. این را من قبل از همه من برای شما بگویم که این هنوز در بین جریانات سیاسی و به اصطلاح دموکراسی خواه و مترقی دموکراتیک ایران این جا نیفتاده که نیروهای سیاسی دارای افکار مختلف هستند. آنها تا امروز خط قرمز هایی دارند و اون خط قرمز ها طوری است که ما را شامل نمیشه، مثلا نمیتواند ما را در دوربر آنها قرار بدهد. این یک حساب ملاحظه ای است که من دارم. حالا ببینیم دوستان نظرشان چه است که امضای ما باشد یا نباشد. اگر واقعا دوستان بدون که امضای ما باشد بتوانند تمام این نیروها را بسیج کنند، ما در کنار از آن حمایت خواهیم کرد که این تظاهرات هرچه باشودتر و بهتر برگزار بشه تا حمایتی از مبارزات و جمعه های بلوچستان شده باشد. این چیز کلیه که من میخواستم بگویم و ملاحظه‌ای که داشتم هم پیش روی شما گذاشتم. حالا تصمیم دوستان است، ولی ما از طرف ما هیچ مشکلی را در رابطه با همکاری در این گونه موارد نمیبینیم و به این امر واقف هستیم که نظرات سیاسی مختلفی در بین ما بلوچ‌ها و در کل بین نیروهای سیاسی ایران وجود داره و ما به رسمیت میشناسیم نظرات مختلف. تشکر. بله، بسیار سپاسگزارم جناب سیاوی. نظرات شما رو شنیدیم، بسیار خوبه. به نظر من امتحان و آزمایش خیلی خوبی است. چرین چکاسی که ما شما بزنی که مشمه دوستی بون احزاب سراسری چونکانی، اینم به درستی معلوم میشه آزمایش خیلی خوبی است برای هم خود جامعه بلوچ ها و هم اظهار نظر و علاقمندی، انعکاس علاقمندی بقیه مردم ایران و احزاب سازمان های سیاسی در تقاضای شما. اینم بسیار عالی خواهد بود. در حال آزمایش میکنیم. زندگی در روند خودش پس از این آزمایشات هست که نشان میده که چی به چی هست. جناب جمشید امیری بفرمایید، جبهه متحد بلوچستان. بفرمایید. ببخشید من فقط یک نکته رو بگویم. در اینجا اگر تمرکز ما برای برگزاری یک تظاهرات خوب است یا به امتحان گذاشتن آنها، این دو مسئله است. این رو باید در نظر بگیریم. اگر مسئله برگزاری یک تظاهرات که نمایانگر حمایت از مبارزات و جمهوری بلوچستان باشه، نباید آن نکته رو که ما آنها را حساب در بوته آزمایش می‌گذاریم اون را زیاد مورد توجه قرار ندیم. فرصت‌های دیگر هم پیش خواهد آمد که به این مسئله بپردازیم. تشکر. نه خواهش میکنم. من در قبال سخنان شما که تجربه شما این بود یا شناخت شما این بود که اونها شاید نکنن، گفتم که اونها هم نشان خواهد داد که این درست است یا نه. اگر نه که لازم نیست همچین چیزی تر بشه. دقیقا درست میگید. جناب امیری بفرمایید. با سلام و درود عزیز جان خدمت شما و جناب آقای بندوی و جناب آقای عبدالله سیاوی با سخنان بسیار جالب. درست عزیز جان، ما هم من هم عبدالله و هم رحیم جان و بقیه دوستان بلوچ زمانی که در تظاهرات میریم اونجا به این نتیجه رسیده بودیم که باید خودمون حداقل
در یک تشکل همبستگی خودمون رو در رابطه با این تظاهرات ها، در رابطه با یک جایی همدلی و همسویی خودمون را باید نشون بدیم که خوشبختانه همه طیف‌های سیاسی بلوچ در این زمینه موافقند. به نظر من ببینید اینجا مسئله مطرح کردن مبارزات مردم بلوچ در زاهدان است که همه ما بلا استثناء با آن توافق داریم. من فکر میکنم اول خود نیروهای سیاسی بلوچ بدون از اینکه مسائل سیاسی خودشون مطرح باشه به عنوان یک بلوچ این رو به اصطلاح به عنوان نیروهای سیاسی فعال بلوچ این رو مطرح بکنیم و سازماندهی بکنیم و کارایی بکنیم و بعد یک فراخوان یا یک درخواست از تمام طیفه های سیاسی که واقعا این همه دم از حقوق خلقه ها یا ملیت ها میزنن به اونها هم باید مثلا من معتقدم که اگر که واقعا بلوچ ها این کارو بکنن هم نیروهای خلقی عرب و هم کرده ها و هم نیروهای دموکرات ایرانی از سایر فقط اینجا یه نکته میمونه که شعارها یا پلاکاردهای بعضی از سازمانهای سرتاسری است. به عنوان مثال میگم مثلا حزب کمونیست کارگری و حالا اینا بیاد، ولی اگر به این شکل باشه که ما بلوچه ها گرداننده و شعارهامون بعضی به زبان بلوچی یا مترقی باشه و به این ثابت بکنیم که یعنی این تظاهرات با همخوانی و با فراخوان نیروی سیاسی بلوچ با پشتیبانی سازمانهای سراسری و دموکراتیک هست، این میتونه کارایی داشته باشه. ولی خب همه‌مون به شکل‌هایی در لندن در تماسیم. اگه بلوچ‌ها بدونن که مثلا در زاهدان براشون تشریح بکنیم کشتار داره میشه و اینها مستحق طرفداری هستن، من باور دارم که همه شرکت خواهند کرد. برای اینکه همونطور عبدالله جان گفت قبلا هم این فراخوان رو دادیم و زمانی که صدا کردیم خیلی از نیروها حاضر بودن که بیان، ولی خب زمانی که به اونجا میرسه ما حد الامکان باید سعی بکنیم نظراتی که همونطور آقا عبدالله مطرح کرد یا دوستانمون دیگه مسائل جزئی که مثل یه مقدار تنرزا هست از اونها باید پرهیز بکنیم و به نظر این نکته خیلی مهمی هست. یک به دلیل که نزدیکی و همسویی و همگرایی ما سازمان‌های سیاسی و فعالین بلوچ با هم نزدیک میکنه. دوم این که از طرف برادرامون در داخل هم یک پشتگرمی دلگرمی برای اونها هست. اونها هم متوجه خواهند بود که نیروهای سیاسی که بیرون از بلوچستان هستن به فکر ما هستن، برای اونها هم دلگرمی میشه. و یکی این که اصلا جنبش سیاسی بلوچستان شکل تازه‌ای رو به خود میگیره. ما مثلا هر شنبه بلا استنس تا فراخوانی داد میشه یک تعداد از تمام طیف‌ها در ترافالگار اسکوار یا در داونینگ استریت هستیم، ولی از اینکه پلتفرم خودمون یا اینکه خودمون سازماندهی بکنیم این کمرنگ بوده. امیدوارم که با این نشستی که هست و مثلا عبدالله جان رحیم و دوستان همه بقیه هم بلوچایی هستند که وابسته به سازمان‌های سیاسی نیستند، قبلا بودند و فعال هستند، با اونها باید هماهنگ بکنیم، تبلیغات بکنیم. این امید هست که اثر خوبی داشته باشه. ولی اگر در لندن به نظر من اگر 300 نفر یا 250 نفر جمع بشن با شعارهای مترقی با پشتیبانی فقط از روز جمعه و از 2 تا رسانه دعوت بشه، این به نظر من کافی هست و خودش یه دلگرمی و پشتیبانی میشه برای خیزش جمعه ها در زاهدان و بلوچستان. من عرضی دیگه ندارم و با تمام دوستان هم موافقم که این مسئله رو دنبال بکنیم. سپاسگزارم. بله عبدالله جان بفرمایید. بله، من میخواستم اینو بگویم اگر قرار باشد که به حساب این تظاهرات از سوی بلوچا ترتیب داده بشه، این رو از طرف احزاب نکنیم، از طرف بلوچای خارج از ایران یا بلوچ مقیم خارج اگر اینطور طرح بکنیم، مسلماً خیلی از کسانی که وابستگی حزبی و سیاسی به جریانات ندارند شرکت خواهند کرد، چون مسئله بلوچستان هست و آنها خود را همدرد با مردم بلوچستان میدانند و بهترین خواهد بود که از استفاده از این که یا مثلا فلان
جریانات مثلا فراخوان بدن، بگویند فعالان بلوچ در فلان جا یا در فلان کشور این فراخوان را دادند تا بتواند همه نیروهایی رو که بخواهند شرکت کنند و یک تظاهرات بهتری ترتیب داده بشود. بله، من در اینجا پیشنهاد میکنم که این بسیار عالی است، خیلی خوبه. فراخوان اصلی که شما روزش رو معلوم میکنید، ساعتش رو مشخص میکنید، روزش رو مشخص میکنید که جمعه ساعت فلان هست و این تظاهرات از سوی کیست. این پیشنهاد شما خیلی عالی است که از طرف احزاب نشه، یعنی فراخوان بشه که این تظاهرات سراسری اروپا از طرف کنشگران سیاسی و مردم بلوچ خارج از کشور ترتیب داده شد، به نام احزاب نباشه. عالی است. ولی تقاضایی که برای گستردگی اون انجام میدید و تلاش مشترکی که با هم تدارک اونو میبینید، همه پروسه عملی و پرکتیکیشو با هم با توان بیشتری از احزاب در واقع کنشگران فعال عدالتجوی همه ایرانیان با هم تدارک میبینید، به نظر من در نمایش اون تأثیر بسیار شگرفی خواهد داشت، چرا که آنها هم با شما شریک در این تدارک میشن، شریک در جمع آوری طرفداران خودشون میشن و این خیلی متفاوت است تا اون که شما خودتون به تنهایی این کارو بکنید، به اون گستردگی نخواهد بود. به علاوه این که این در سرتاسر پایتخت ها انجام خواهد گرفت، ولو اینکه 200 نفره باشن. اعلام اون که تمام پایتخت های اروپایی در یک روز و در یک ساعت همچون چیزی رو انجام دادن، مسلما انعکاس آن بیشتر خواهد بود تا تدارکش از طرف خود شما باشه و سپس بگید که به دیگران هم بگید که بتونن شرکت بکنن. این تفاوت خواهد داشت. و اینجان از شما بشنویم و سپس باز دوباره از جمشید. بفرمایید. اگه اجازه بدید یک کلمه من بگم. بفرمایید. اجازه باشه. خواهش می‌کنم. بفرمایید. مسئله اینه که شما سازمان های سیاسی بلوچستان بدن، بلوچستان ایران، چی به قول معروف فعالین بلوچ، فرقی نمیکنه. حمایت کاملا 100% ازش خواهد شد، چون شعار مردم ایران در حال حاضر بلوچستان، کردستان، چشم چراغ ایران و نشون داده که همه جا این تعیین افکن شد. بنابراین از این نظر خیالتون راحت باشه. مشکلی که دوست عزیزم یکی از دوستان مطرح کرد، گفت ما مشکل داریم. راست هم میگه. ما میخوایم با حزب چپ ایران یا با حزب توده ایران یا با سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط بگیرید، ببینید فرق میکنه. مثلا حزب دموکرات کردستان به عنوان جریان سیاسی شناخته شده با اسم حزب دموکرات کردستان ایران بر پایه اینکه فدراتیوی داره کار میکنه. خب اون نیازمنده. ببین شما به مرحله، به نظر من تاریخ بلوچستان برخ خورده. فعالین بلوچستان، رفقای عزیز، باید بدونه شما وارد مرحله جدیدی از تاریخ به قول من بلوچستان داری میشید. این بلوچستان دیگه بلوچستان 20 سال 30 سال پیش نیست. اینو باید دقت بکنید. امروز شما مشعل، یعنی زیر بغل شما رو نمیذارید. یکی از سنگرهای آزادی سرتاسری ایران دارید میشید، چون حرفای که زده میشه تو نماز جمعه، با اینکه بنده مذهبی نیستم به طور کلی، ولی حرفای جالبی زده میشه. از بهائی‌ها دفاع میکنه، از تمام انسانهای ایرانی دفاع میکنه و فضا رو میبره بالا. ولی متاسفانه فعالین بلوچ هنوز به این مرحله نرسیدن. راست هم میگه. خب نام میخوایم بدیم به سازمان مجاهدین خلق ایران، میخوایم چی بنویسیم؟ ما بلوچای کجا؟ افغانستان، پاکستان، ایران کجا؟ به چه عنوان؟ اگر استقلال هم میخواید اشکالی نداره، ما مثلا مخالف استقلال کسی نیستیم، فقط تعیین سرنوشت اکثر ما قبول داریم. ولی وقتی دارین مکاتبه میکنین، این مکاتبه نامه شما مشکل برخورد میکنه. حالا ما با شما هستیم، یه بحث دیگره، ولی این نامه مشکل برخورد میکنه. این مشکل حزب دموکرات کردستان نداره.
به راحتی می‌نویسه حزب دموکرات کردستان ایران تو همه مجامع هم هست. ولی شما باید به قول معروف سازمان‌های شما فعالین شما باید بخیر به یه نتیجه تاریخی برسن. دیگه دنبالی حرفای این اون نیستین، بلکه به مرحله رسیدین که سهم میخواید. سهمی در چی؟ در اداره کشور ایران. اگر نه این سهم نمیخواید یه بحث دیگر. صدا من قطع شد دوستان؟ صدا هست؟ هست علی رضا جان، صدات هست. آره. من منظورم اینه که امروز بلوچستان فرق میکنه با 20 سال پیش، 15 سال پیش. این دوستان بلوچ ما، رفقای بلوچ ما، به خصوص رفقایی که از سازمان‌های سیاسی بودن، قبلا به اینترنشنال اعتقاد داشتن، اینا باید بشینن فکر کنن. مرحله جدیدی از تاریخ کشور ایران به وجود اومده، میخواد وارد عصر مدرن بشه، میخواد تمام قواعد قرون وسطایی رو به هم بزنه، میخواد بپذیره سکولار دموکرات فدرال. شما در کجای این تاریخ ایستادید؟ در سهمخواهی از کل جامعه ایران به حقوق برابر با همه، یا اینکه به قول معروف جدا شدن از این سرزمین؟ اشکالی نداره اگه 50 به اضافه رأی آوردین تو بلوچستان، حق طبیعیه، ولی هنوز به اون مرحله نرسیده، به اون رأیگیری نرسیده و هنوز به اون مرحله نرسیده. اینو باید دوست عزیزمون درست گفت. یه مشکلی داریم که این مشکل باید حل کنیم، ولی ما با تمام توان ما از هر گونه دادخواهی مردم بلوچستان، چی در داخل یا خارج از کشور، حمایت میکنیم و به قول فعالانه هم شرکت خواهیم. زنده باشید. ممنون علی رضا. آقا عزیز. در جناب بندوی سخنی دارید در این زمینه؟ ما به نوبت دوباره از شما بشنویم. دوستان دیگه ای که شرکت دارن در پایین هم که شرکت دارن میتونن در این باره نظر بدن. یه نظر عمومی است درباره تدارک یک تظاهرات گسترده برای جمعه های انقلابی ملیت بلوچ و این خیلی مهمه، چون میخوایم که خیلی گسترده باشه. گستردگیش مانند بمب هم در اروپا هم در پارلمان های اروپا، چون این تظاهرات خواستار دو مسئله هم هست: آزادی زندانیان سیاسی و ممنوعیت اعدام، و در داخل خیزش شهرهای مرکزی در پاسخ به حمایت از این جنبش بزرگ منطقه‌ای و ملیتی. چون مسئله خیلی مهمیه. اگه بخوام یه تظاهرات کوچیک 200 نفره در 600 نفره بگذاریم و صدایی نباشه نکنیم بهتره. ما میگیم که همه احزاب به تقاضای احزاب و سازمان‌های بلوچی پاسخ داده باشن، این گستردگی اونو در همه پایتخت‌ها میرسونه. جناب رحیم از شما میشنم. جناب دادور هم اومدن. دادور شما شنیدید حرف و سخنو از اول یا نبودید؟ شما هم به هر حال به عنوان یک شخصیت دانشورانه بلوچ هستید، در این زمین نظرتون چیه؟ احزاب و سازمان‌ها سه نفر به عنوان نمایندگی احزاب و سازمان‌ها نشستن، شما هم به عنوان یک کنشگری که شرکت دارید به هر حال اتاق دارید و درباره ادبیات و زبان بلوچی فعال هستید، در این زمینه نظری دارید؟ با عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای دادیار، سایر دوستان، سرکار زیبا، باقی دوستان، جناب آقای بندوی، جناب جمشید، دوستان علیرضا. بنده آره همینجور که فرمودید کلاس اتاقای ادبی و شعر و شاعری اینا بیشتر ما داریم این موقع شب. خواستم بیام بالا عرض احترام میکرده باشم خدمت شما و بقیه دوستان. من همین الان وارد اتاق شدم، فقط دیدم آقای علیرضا داشتن چیزای خیلی خوبی میفرمودن، منم موافقم با چیزایی که گفتم. یک مبارزه سیاسی نیاز به شفافیت داره، اگر به خصوص احزابی که خواستار یک حکومت فدرال در ایران هستن، یک حکومت فدرال میخوان، سهم میخوان به قول ایشان در
ساختار قدرت ایران باید موضع بسیار شفافتری بگیرن. دیگه نمیشه مبهم سیاست کرد، هم بگه استقلال هم بگه نمیدونم این ور اون ور. باید به صورت شفاف بگه من از ایران متحد حمایت میکنم، ولی خب در داخل یک ایران حقوق برابر میخوام، و در یک سیستم فدرال حالا یا در یک سیستم دیگری که قابل بحث است اوناست. ولی من موافقم، خواستم ابراز موافقت کنم با سخنان آخر ایشون که من شنیدم. عرض ادبی هم داشته باشم خدمت شما. و بله قطعا مفید هست حمایت مردمی در سراسر ایران از مردم بلوچستان و این کار رو باید بکنن. حرف دیگری فعلا ندارم چون نبودم خدمت شما. گوش میکنم. متشکرم جناب آقای دادیار. مرسی. بسیار بسیار سپاسگزار از حضورتون. جناب بندوی باز دوباره از شما بیاغازیم و نتیجه گیری مثبتی رو داشته باشیم، ببینیم که به کجا میرسیم. من فکر میکنم که تلاش بکنیم که این امر صورت بگیره و این گستردگی این تظاهرات تاثیرگذار باشه. سپاس. بفرمایید. خب با درود مجدد به جمعی که بعداً پیوستن به این گروه. چرا مثلا های دادور نبودن قبلا، الان تشریف آوردن. ببین عزیز جان و علیرضا جان و سایر دوستان دیگه که اینجا هستید، صحبت الان روشن هست. یعنی در واقع تدارک دیدن یک تظاهرات گسترده در خارج از کشور در دفاع از و همبستگی از مردم بلوچستان، از جمعه های پایداری که همچنان در تمام طول این مدت در واقع این مشعل ژینا رو، مشعل زن زندگی رو فروزان نگه داشتن. این کاملا قابل فهمه و قابل قبول. اما شیوهش چگونه باید باشه عرض کردم. اینو اولا اجازه بدید که چون الان این مسئله اینجا مطرح شده حداقل طرح بشه با تشکلاتی که انتظار داریم همکاری کنند و قبل از اون در میان تشکل خودمون این مسئله رو مطرح بکنیم، چون مطرح نشده الان. من عرض کردم قبلا برای از طرف تشکیلات ما 2-3 هفته پیش بود که در حد توان در اسلو بگیریم که زیبا خانم اینجا هستند و یکی از کسانی بودند اونجا که حتی مسابقه هم داشتن. تظاهرات خیلی نسبتا موفقی بود با توجه به همبستگی که اونجا وجود آمده بود در استکهلم، همینطور در چند تا شهر آلمان و توی لندن. همچنان که برای عبدالله جانم مطرح کرد، ما میریم هر وقتی که تظاهراتی که هست در ترافالگار اسکوئر یا جلوی سفارت در ارتباط با کلا آنچه که در برمیگرده به ایران و مسائل ایران، ما همیشه رفتیم اونجا. ولی اون همکاری که در واقع یا اون تجمیع فعالانی که در کشورهای اسکاندیناوی هست یا آلمان هست، متاسفانه ما توی انگلیس نداریم. ولی با این وجود در حد طرح مسائل بلوچستان تلاش کردیم، رفتیم. بنابراین اگر مسئله رو به این شکل جمع‌بندی بکنیم که اجازه بدید ما مسئله رو ببریم در درون تشکلات خودمون و این رو مطرح کنیم اونجا و سپس در ارتباط با تشکلات سرتاسری که ما ارتباطاتی داریم و انتظار هم داریم که در این رابطه همکاری کنند و پشتیبانی کنند، این رو مطرح میکنیم. ولی اینکه حالا اون فراخوان از طرف تشکلات بلوچ باشه یا تشکلات غیر بلوچ باشه، اینا یه نکاتی رو عبدالله مطرح کرد که قابل فهم، قابل درک. اینه که شاید مثلا این صحبت هایی که ما بخوایم بکنیم در ابتدا، خود عزیز خودت هم یادت باشه وقتی من همین مسئله رو به همین شکل مطرح کردم که اگر این مسئله فقط از طرف بلوچ ها مطرح بشه، برای با توجه به تجربه های پیشینی که هست محدود میشه به خود بلوچ ها. به همین دلیل شاید بهتر این باشه که اگر این جنبندی برسیم پس از مذاکره و گفتگو با تشکلات سیاسی دیگری که ارتباطاتی داریم و انتظار داریم که از کانال اونها باز به شکل گسترده تر در میان تشکلات دیگری این مسئله مطرح بشه و یه اعلام همبستگی بشه، شاید مثلا اصلا ضرورتی نباشه که این مسئله به نام بلوچ باشه یا به نام کسی دیگه باشه. یعنی در واقع به یک شکل، یک تشکلی این مسئله رو مطرح بکنه، تشکلی که اتفاقا شاید هم هیچ
وابستگی سیاسی به تشکلات سیاسی نداشته باشه. الان فراوانن، برحال نمیدونم، برحال توی هر کدوم از این شهرهای بزرگی که هست یک سری تشکلاتی هستند که مربوط فقط به همین جنبش ژینا، جنبش زن زندگی آزادی هستند. شاید مثلا تحت یک همچین عنوانی خیلی راحت تر بشه این مسئله رو پیش برد. پس این بستگی داره به این که نتیجه یا خروجی گفتگوها چی باشه، گفتگوهایی که بین ما بلوچ ها و بین دوستان غیر بلوچمون مطرح خواهیم کرد. من فقط جنبندیم همینه و ببینم علیرضا چی میگه و بگوشم. قربانم. عزیز جان آقای دیاکو هم پایینه، اگه دعوتش کنی بعد بله من دعوت کردم ولی میگه دیر وقت برای من. حالا اگر می اومدن در جریان قرار می گرفتن ایشون هم خیلی خوب بود. من نتونستم امروز با جناب کاوه تماس بگیرم. خب ایشون البته ما از این نظر که مشکل نداریم، حزب دموکرات و شورای همکاری کردستان سراپا ایستاده است هم چیزی شکل بگیره. سازمان مجاهدین هم جناب حنیف من دعوت کردم، اول اومد، الان اومده، من بیارم بالا ایشون هم در جریان باشه. حنیف جان من شما رو دعوت کردم، بفرمایید. بله درود دارم خدمت حنیف جان، خیلی خوش آمدید. جریان رو من پریشب فکر کنم یا دیشب بود به شما عرض کردم که تظاهرات گسترده سراسری قرار برای دنباله این انقلاب بزرگ ژینایی که در زاهدان در میان مردم بلوچستان هیمش همچنان برافروخته است و ادعای هر هفتگی جان علیرضا چیزی می‌خواستی بگی؟ عزیز هنوزشون ادعای هر هفتگی رژیم که ما جمعش کردیم، جمع شد. زاهدان این دهنکجی حاکمیت و پاسداران رو هر هفته آتش میزنه، میگه تو دروغ داری میگی، جمع نشده، هست و گسترده هم هست، توده‌ای هم هست. یعنی 5 نفر 10 نفر نیستن، 50,000 نفر، 100,000 نفر، 30,000 نفر هر جمعه به تو میگن هست. این آتش روشنه. همکنون به هر حال در وضعیتی رسیده که یک تظاهرات یک شهر یا سخنان گرم و همه جانبه یک رهبر بار عظیمی شد در درازای این راه بزرگ کشیدن نتواند. اینه که فکر میکنیم که همه نیروهای سیاسی به این بیاندیشند که هیزم رسانی باید بشه، بنزین رسانی باید بشه، تا فرو نخفته باید اینو همینطور این مشعل روشن نگه داشت و به دست خود بلوچان به تنهایی، نه در داخل و نه در خارج، انجام شدنی نیست. اینو باید همه نیروهایی که میخوان این آتش همه سرتاسر نقاط ایران رو بگیره، باید به همین گستردگی با همت عالی همه هم در داخل و هم در خارج این کارو بکنن. در خارج گستردگی تظاهرات و در داخل هر هفته بیرون آمدن در همان زمان و در روز جمعه باید هدایتگری بشه و این باید برپا داشته بشه. اینه که همه ما داریم فکر میکنیم که این گستردگی تظاهرات رو در همکاری جانانه همه احزاب و سازمانهای عدالتخواه 100 ساله ایران در خارج از کشور که بیشتر نیروهای سیاسیشون آنچه که باقی مانده از کشتار ملایان و در خارج از کشور هستند، مانند حزب توده ایران، مانند مجاهدین خلق، مانند فداییان، مانند حزب چپ، مانند نیروهای جمهوری خواهان، اتحاد جمهوری خواهان، اتحاد همبستگی جمهوری خواهان و همه نیروهای سیاسی گسترده در این تظاهرات که به خواست بلوچه های خارج از کشور انجام میگیره شرکت فعال داشته باشن و اونو با یک شوکت بزرگ که پارلمان های اروپایی رو به حیرت وابداره و به تو تقاضای اونها که آزادی زندانیان سیاسی و ممنوعیت اعدام باشه برسونه و داخل رو هم بر بیاشونه که جمعه رو با زاهدان همکاری بکنن. حنیف جان اگر شما سخنی دارید در این زمینه، دوستان سخنشون گفتن، نماینده حزب چپ هست، نماینده حزب مردم بلوچستان، جبهه متحد بلوچستان، جنبش خلق
بلوچستان و همه هستن و دوستان دیگر بلوچمون عزیز جان هستن. دیاکو رو بیار بالا، دیاکو رو بیار دیاکور بالا من عزیز. دیاکور من 10 بار گفتم ولی گفت که برای من موقع دیر. حالا داره میاد. جان زیبا دادور جان مایک جناب میزنه. دیاکورم بیار بالا. حنیفجان رفتن دوباره. آقای آقا دادور حنیف مایک میزنه به قول عزیز. حنیف نمایندگی نداره عزیز. نه میدونم عزیز من، ایشون به عنوان نه من نه این نظر نمایندگی ایشونو فقط نداره، میخواستم. حنیف نمایندگی نداره، خیالت راحت باشه. علی رضا سازمان جان من به مجاهدین عنوان خلق در نماینده خودش معرفی دفتر داره، نمیکنم. هر جا سازمان مجاهدین خلق هر جا دفتر داره توش. روشن جان عزیز جان، عزیز جان، روشن جان من ایشون به عنوان نماینده خطاب نمیکنم عزیز من. به عنوان یکی از نیروهای سیاسی بخوام نظرش ببینم. خب ببین اول باید چیزی توضیح بدیم که عزیز جان سازمان مجاهدین خلق هر آقای جایی دادور یه مایک دفتر میزنه. داره. بفرمایید. من منظورم اینه که صدای چیه؟ جناب دیاکو اومدن؟ نه من نه نیومده، نمیبینمشون. دیاکو نیومده هنوز. ببین من دعوتش داره میزنه. داره دعوت خودش میاد. زیبا جان شما دعوتش کن از پایین. عزیز جان بله آقای دادور مایک میزنه شما. آقای دادور ما انتظار من ندیدم، من مشغول آوردن چیزم. دادور جان بفرمایید. معذرت میخوام جناب دادر وسط صحبت های بسیار زیبا شما مجبور شدم مایک بزنم. خواستم ازتون اجازه بگیرم. طبق معمول ما با دو سه نفر از دوستانمون طبق معمول میریم اونجا شعر و شاعری، البته اصلاح بله ادب بله نباشد، بفرمایید. حمله بر بیادبی نباشد، اصلا شما میدونید ما طبق عادتمونه، عادت هم مرض میدونید. نه نه خواهش ببخشید خلاصه میکنم خیلی شما داریم برنامه لذت میبریم ولی مرتبی خب دارید بفرمایید. آره خیلی خیلی معذرت، خیلی هم زیباست اینجا، خیلی هم ما داریم لذت میبریم استفاده میبریم ولی خب دوستان هستن دو سه نفر میریم. خواهش میکنم هر کسی دوستان اختیار میتونن بمونن اینجا استفاده ببرن ولی خب من با یکی دو سه نفر از دوستان میریم با اجازه. متشکرم. موفق باشید. ممنون. خواهش میکنم خدا نگهدار شما. بسیار بسیار سپاسگزار جناب دیاکو، خیلی خوش اومدید. درود در خدمتتون. امیدوارم که شنیده باشید مسئله رو که من دیگه لازم نباشه توضیح بدم، چون مرتب ما داشتیم میگفتیم که حضور شما هم که امشب هستید بسیار بسیار غنیمته برای این مسئله مهم که طرح شده از طرف بعضی از دوستان که تظاهرات گسترده ای در سرتاسر اروپا برای حمایت از در واقع شعله برافروخته نگهدارنده انقلاب در میان ملیت بلوچ و هیزم رسانی باید بشه، هم در داخل و هم در خارج. در خارج نمایش یک گسترده یک تظاهرات در همه پایتخت‌های اروپایی و سپس همکاری کشورهای دیگر دوردست‌تر مثل کانادا و امریکا و اما سرچشمه اصلی شد تظاهرات تدارکشون در پایتخت‌های اروپایی در تقاضای بلوچ‌ها و همکاری همه سازمان‌های عدالت‌خواه جمهوری‌خواه در واقع خارج از کشور انجام بگیره. این دارای دو خواست هم باشه این تظاهرات برای پارلمان ها و دولت های اروپایی: آزادی زندانیان سیاسی و ممنوعیت اعدام. تأثیرش در داخل این باشه که همکاری بکنن در همه جمعه های در واقع تظاهرات زاهدان. مردم دیگر شهر مرکزی هم این کار رو انجام بدن. حزب دموکرات کردستان شورای همکاری 100% در این امر بزرگترین و بهترین کمک ها رو خواهند کرد. ما اعتقاد داریم که احزاب و سازمان های سیاسی جمهوری خواه چپ و دموکرات هم این کار رو با خواست احزاب و سازمان های بلوچی یا کنشگران بلوچ انجام خواهند داد. میخواستیم از شما هم بشنویم. سپاسگزارم. بفرمایید. بله بسیار متشکرم. من پوزش میخوام که عرض کردم به دلیل دیر وقت بودن شاید نتونم خیلی مشارکت کنم، ولی در کل من مدتی از این ضرورت رو احساس میکنم مثل که جمعه های مقاومت بلوچستان هشت انقلاب رو در بعد پراکتیکی در خیابان ها نگه داشته و برای این راهکارهای بایستی اندیشیده بشه
در این راهکارهای عملی و پرکتیکی که ضرورت داره استفاده بشه. من معتقد هستم در برای ادامه انقلاب و برای نجات دادن انقلاب از در این برهه‌ای که یک حلقه مفقوده وجود داره و اون حلقه مفقوده باعث بسیار بسیار کند شدن وضعیت انقلاب هستش، یه اقدام میدانی و اساسی انجام بده. در این به قولی اقدام اساسی و عملی، من این پیشنهادی که شما بزرگواران مطرح کردیم یک کار عملی، ممکن و دقیق ارزیابی میکنم که هم برای مدت زمان کوتاهی قابل اجراست، یعنی اجرای اولیش، و هم اینکه میتونه زمینه ها و اون خشت ائتلاف بزرگی از احزاب ملت های تحت ستم و احزاب چپ دموکراتی که دغدغه های برابری، آزادی و دموکراسی به مفهوم واقعی خودش داره تشکیل بده و این زمینه اشتراکی خوبی خواهد بود اگر به این نقطه برسیم. ضمن اینکه من نمیخوام وارد این موضوع بشم که چرا این شیوه از مبارزاتی که در جامعه مدنی دموکراتیک بلوچستان نهادینه شده و اومده و چه عواملی نقش داشتن و چگونه هست، ولی به عنوان یک تنها به قولی قلب تپنده‌ای یا تنها جریان تپنده‌ای که هر جمعه دلهره به اصل حاکمیت میندازه، همین جمعه های مقاومت هستش که از دل جمعه خونین برپا شد. اگر شما بزرگواران امکان اینو داشته باشه، با توجه به اینکه من شناختی که از همه شما اساتید و بزرگواران در اینجا دارم، هر کدام نماینده های از احزاب ریشهداری هستید، احزابی رو نمایندگی میکنید یا حداقل عضو دفتر مرکزی یا دبیر کلی یا اعضا یا کادرهای تاثیرگذار برای چنین تصمیماتی هستید. مکاتبات من معتقدم سریعتر یک مجموعه مکاتبه صورت بپذیره و از تمام احزابی که این اصولی که اشاره کردیم، احزابی که احزاب ملت های تحت ستم هستند و احزاب چپ دموکرات که اعتقاد به دموکراسی و آزادی و همون اصول غیر دموکراتی، غیر متمرکز بودن دارن درخواست بکنیم. هم بزرگواران باعث شروع خوبی برای تمرین کار مشترک در بین ما خواهد شد، هم در آینده نزدیک یکی دو بار اگر این کار اتفاق بیفته و این فراخوان‌ها به داخل کشیده بشه، زمینه های کارهای مشترک در آینده به عنوان آلترناتیو های اساسی بعد از گذر را هم پای ریزی خواهد کرد و من مطمئنم و معتقد هستم، هرچند من و جناب مخصوصا مثلا جناب آقای یکتا در جریان بودن یا خود شخص شما جناب آقای دادگر و دیگر عزیزان، دغدغه حتی در همون ابتدای انقلاب ژینا همین دغدغه او داشتیم که این جبهه شکل بگیره. ضمن اینکه الان حتما شما بیشتر از من در جریان هستید، من یک روزنامه نگارم، اطلاعاتی به من میده، فلان میشه میریزم. حتی بحث این هست که این جبهه یا این جریانی که من اشاره کردم چرا اهمیت داره و استارت زده بشه. از همون اوایل ما درخواست اینو میکردیم، ولی دچار یه خانش های تحلیلی اشتباه شدن جریان هایی که الان امروز دوباره بایستی بیاییم اینو از نو شروع بکنیم و هم در یک مقطع زمانی هزینه ها را از مردم بلوچستان کم خواهیم کرد، هم به یک فرهنگ مبارزاتی مداوم و مستدام تبدیل خواهد شد که همان نشان دادن زنده بودن و زنده ماندن انقلاب هستش. هم فشارها را از یک نفر، به فرض مثال یک رهبر معنوی
انقلابی که در چهارچوب همین قوانین نیمبند جمهوری اسلامی داره عکس نشون میده و اون رهبریت نک معنوی، فقط معنوی، اون دارای یک کاریسماتیک، یک رهبری کاریزماتیکی تبدیل شده الان. حداقل در کردستان بخش ماموسایان احترام خاصی قائل هستند و اونها در تمام بیانیه هایی که صادر میکنن در حمایت از شخص مولانا عبدالحمید هستش و اون اکتا رو شما دیدین و مشاهده کردین. و اگر در این قدم هم به صورت رسمی نشستهای رسمی و فشرده با احزاب داشته باشین، من مطمئنم خدمت بزرگی صورت خواهد گرفت، چه برای کنون، چه برای لحظه کنونی ما در این مقطعی که در انقلاب هستیم و چه برای آینده و ادامه انقلاب. که من در یه اتاق در همینجا من عرض کردم انقلاب شکست نخورده و فقط فروکش دچار فروکشی هستیم، ولی ادامه داره و کند داره پیش میره. هم اینو سرعت خواهد بخشید، هم در آینده بعد از گذر هم میتواند آن آلترناتیو اساسی باشد که از دل مردم در آمده و مردم خودشونو در اونجا احساس میکنن، احساس مالکیت بهشون دست میده در این جبهه بزرگ و عمومی، و همزمان با اون مالکیت احساس مسئولیت میکنن و با ایجاد اون حس مسئولیت احساس تعهد ایجاد میشه. یعنی اینکه من به عنوان شخصی که خودم رو در چارچوب این جبهه ببینم، در قبال جبهه هم مسئولیت هایی دارم، تعهداتی دارم. یعنی اینکه مثل همون قانون شهروندی که یک قانون دو طرفه است بین دولت مرکزی و شهروندان و وظایفی و هر دو طرف بر عهده دارند، من به عنوان شخصی که در این جبهه هستم اون قرارداد دو طرفه رو دارم و موظف به اجرای مسائلی خواهم بود یا در این چارچوب خواهم بود که وظایف خودم را ادا بکنم و انجام بدهم، برای اینکه همه در یک به قولی سمفونی کامل، در یک کره موسیقی کلی با صداهای مختلفی که داریم با هم دیگه همدیگه رو اونجا فریاد بزنیم برای اینکه به اون موسیقی دلنوازی که هست ما برسیم. از موسیقی هماهنگی، همرسایی، ادامه انقلاب، آلترناتیو سازی برای بعد از انقلاب و همچنین من معتقدم، هرچند نمیخوام زیاد طولانی صحبت کنم با وضعیتی که من در قرار دارم، من معتقدم با توجه به اون اصولی که در این جریان ها من دارم میبینم و وجود داره، نوع خواستگاه ها، نوع نگرش ها، نوع نظرشون نسبت به آینده بعد از گذر هم متعهد بودن به دموکراسی، تعهد داشتن به آزادی، تعهد داشتن به برابری. چون من میدونم که و دیدم تمام این مفاهیم از طریق کرامت، کرامت انسانی معنای واقعی پیدا میکنه. من در این جبهه در احزاب مختلفی که دارم میشنوم و احزابی که چپ دموکرات هستند و به اضافه احزاب ملیت های تحت ستم که وجود دارن، عمیقا معتقد به این گفتمان هستن که اون دموکراسی به معنای واقعی وجود داشته باشه، چون از اون کرامت، چون معتقد به این هستن که یک حکومت خوب ایجاد بشود و حکومت خوب بدون افرادی که معتقد به اون آزادی و عدالت و دموکراسی هستند و اون آزادی برآمدی از همون کرامت و شأن انسانیت و انسان بودن ما هستش، ما رو بیشتر کنار هم قرار میده. ما بهانه ها و پارامترهای زیادی داریم که با هم کنار هم هماهنگ، همسو و دست در دست هم کار بکنیم و در این خواستگاه هستش که ما میتونیم موفق بشیم. برای همین من خیلی موافق این پیشنهاد شما بزرگواران هستم و درک میکنم و من شاید یک درک چند وجهی ببینم که
چرا ضرورت دارد و چرا اساسی است و میشه ساعتها در مورد این موضوع صحبت کرد که چرا ضمن اینکه اساسی است چرا مبارک است، چرا زمینه های یک حاکمیت خوب و اینجا دیگه برای ما تکرار میکنه و خیلی خیلی واقعا عالی خواهد بود اگر این اقدامات صورت بپذیره و در اسرع وقت رایزنی های اتفاق بیفته و در این رایزنی ها به نتیجه کلی و سریعی رسیده بشه. چون من با توجه به اینکه شناخت خوبی از جامعه مدنی کردستان دارم، با توجه به اون تشکل یافتگی که وجود داره، خیلی سریع میتونه خودش رو هماهنگ کنه با بلوچستان، خیلی سریع میتونه خودش رو هماهنگ کنه با کاسپین و رشت و گیلان و مازندران. خیلی راحت میتونه کار انجام بده. ما در یک برهه‌ای این هماهنگی بی‌نمونه‌ای که در طول تاریخ سیاسی ایران، که معاصر چه قبل از معاصرش، ما اینو ندیدیم ولی متاسفانه جریان‌هایی به نام همین مفاهیم برای اینکه این مفاهیم به ابتذال کشیده بشه انحراف ایجاد کردن، مانع ایجاد کردن، دو دستگی و چند قطبی ایجاد کردن در بین جبهه و در بین مردم. و این دفعه ما درس گرفتیم. درسته به تأخیر انداختن، انحراف ایجاد شد، ولی ما الان به وضوح داریم میبینیم آروم آروم داره برمیگرده و یک قشری هم که سکوت میکردن به نام مصلحت که ما سکوت بکنیم، الان همه با هم باشیم و فلان و بهمان، الان مواضعشون رو مشخصتر خواهند کرد و من فکر میکنم نمیخواهند اون مسئولیت فردی در پدیده های ناهنجار اجتماعی و سیاسی و دیگر بر عهده بگیرن و اینها همه فال به من همه این مسائل رو به فالونیک میگیرن و همراسته هستن و امیدوارم این مسائلی که مطرح کردیم در یک کار فشرده دیپلماتیک، رایزنی درست، که من به تک تک شما دوستان اعتقاد دارم که میتونید و این توان رو دارید ارتباط با احزاب چنین مسئله رو برنامه ریزی کنید. ضمن اینکه با برنامه‌ریزی این موضوع به غیر از اون مسائلی که مطرح کردم، ما داریم سعی میکنیم تمرکز قدرت در بلوچستان رو کم بکنیم، هزینه ها رو بر روی مردم بلوچستان کم بکنیم و به یک نوع فقط مرکزیت مدنی و مرکزیت رهبری معنوی بر یک شخص رو بر دوشش نگذاریم که در این شرایط با حذف و کارهای خبیثانه و ترور که حاکمیت رسما اعلام کرده ما دچار یک فاصله زمانی طولانی باشیم برای اینکه از نو ما انقلاب رو شروع بکنیم. من خیلی موافق هستم و هر کاری هم در این راسته از دست من بر بیاد بنده با تمام توان در خدمت خواهم. بسیار سپاسگزار، بسیار بسیار سپاسگزار دیاکوتیان از تجزیه و تحلیل در این روند اشتراک عمل نیروهای سیاسی برای گستردگی این جنبش بزرگ که دنبالش در واقع همینجور داره شعله ورانه هر هفته اون گفتار جسومه‌ای ملایان و سپاه پاسداران رو که ما جمعش کردیم، آتش بزرگ هفته‌ای زاهدان این دهنکجی رو به آتش میکشه. جواد جان عزیز، درود دارم خدمتت که وارد شدی. امیدوارم که شنیده باشی. دوستان عزیز، همیهنان گرامی، همه در فکر تایید یک تدارک بزرگ خیزش گسترده ای رو در خارج از کشور دارن فکر میکنم، میاندیشن. شما هم که در لندن هست 100% در این گستردگی هم در تبلیغش و هم در شرکت کردنش مطمئنم که کمک خواهید کرد. نظرتون در این باره چیه؟ چه کار میشه کرد برای گستردگی این تقاضایی که اگر کنشگران بلوچ از همه احزاب و سازمانهای سیاسی چپ عدالتخواه در نبرد 100 ساله بین هر دو رژیم که همکنون بیشتر نیروهای زنده و باقی ماندهشون در خارج از کشورن
بتونین تقاضای پاسخ عملی در پرکتیک بدن و یک تظاهرات گسترده رو در اروپا به یک تمام قد انجام بدن. نظرتون چیه؟ چجوری میاندیشید؟ سپاسگزارم، بفرمایید. سلام خدمت دوستان و عزیزان، شب همگی بخیر. خوشبختانه شرایط سیاسی و با همت و خونفشانی که اول کردستان و همزمان بلوچستان بعد سراسر ایران انجام دادن، ولی خب شعله‌های سراسری به دلایلی که شرایط پولاریزه شدن انقلاب بود و یک سری نیروهای ایران شهری اگر بخوام اسمش بذاریم که در قالب تاریخی در حاکمیت جمهوری اسلامی در اصلاح طلباش و ملیگرایی کاذب بیمایه، کسانی که همیشه به زبان عامیانه شریک دزد و رفیق قافله بودن و خیانت‌های تاریخیشون و بیمایگی ایدئولوژیکشون مرتکب شدن. حتی خب این شرایط انقلاب است که در روند تکاملش پولاریزه میشه و خوشبختانه نشان داد که به کردستان و بلوچستان از چه پتانسیل بالایی برخوردارن و به خاطر اون ریشه تاریخی احزاب که بوده، علیرغم همه سرکوبا، این سرکوب در سراسر ایران بوده ولی در اونجا به خاطر سازمان یافتگیش ریشه‌هاش عمیق بوده، از پاسیویسم به نسبت فاصله گرفته و توانمندتر بوده. الان وظیفه تمام هر نیروی دموکراتیک علاوه برای گرایشات ایدئولوژیکشون اینه که در یک جبهه متحد قرار بگیرن و بدونید که ارتجاع و استعمار رو تمام نیروهای سرکوبگر چه در سلطنت طلبها که بقایای ساواکن و همون ایدئولوژی هن و جمهوری اسلامی که اتحاد عمل مشترک دارن برای سرکوب انقلاب و اگر نتونستن سرکوب کنن به نفع استعمار انقلاب منحرف کنن و همون بلایی که سر تاریخی سر مشروطه و نمیدونم جنبش ملی شدن نفت و بعد 57 آوردن بیارن. ولی خب خوشبختانه این حضور توده های اجتماعی در این دوران و بخصوص جنبش عظیمی که بعد از این فروکش کردن جنبش در زاهدان وجود داشت تا حد زیادی خنثی کرده این توطئه ها رو و در این شرایط یکی از ضروری ترین اهم دوران همین است که همگی هر کسی که باور به آزادی داره تمام قد در این جبهه مشترک آزادی خواهی شرکت کنه. برای احزاب الان باید یک جبهه مشترک تشکیل داد و این جبهه را هرچی بیشتر گسترش داد، شاخه برگاشو نمیدونم سازمان کارش رو تعریف کرد و هم نزدیک شدن. این شرایطش هم خیلی فراهمه و همه تقریبا در یک راستا دارن قدم ور میدارن. مثلا در همین منشور برای منشور حداقلی که در کل همه جمع شدن یک انسجام و یک همگرایی و همدلی خیلی تاریخی بود در این 43 سال گذشته، بخصوص در میان نیروهای چپ که گسستگی فراوانی داشتن و جواد شما فرشای منو ندیدید که رفت تخته دزدیده شد؟ من دنبال فرشا میگردم. بله حضورتون عرض جواد کنم جان که ببخشید. خواهش میکنم. این دوران یکی از دورانی است که بسیار حائز اهمیت و هوشیاری بسیار بالایی میطلبد و همه باید تمام عیار انرژی بذارن و پادری مسیر داشته باشن و این بسیار حیاتیه و آدمای خودشم پیدا میکنه. دیدیم دیگه مثلا الان ببینید جبهه متحد ارتجاع و استعمار مثلا یه نمونهش همین هفته قبل چند روز قبل در لندن، حالا علیرغمی که میشود 1001 انتقاد و نقد با آقای عالی پیام داشت، به ایشان تعرض کردن و تعرض جنسی هم کردن. این دوران باید این اراذل و اوباش به شدت قلقم کرد و علیرغمی که مرزبندی ایدئولوژیک سیاسی اجتماعی رو هرچی تعمیق‌تر کرد
به نظر من از همین الان باید جوخه های ضربتی هم اینجا خب البته نمیشد کار غیر قانونی کرد، باید با ابزار قانونی پیش رفت، ولی باید گارد انقلاب هم تشکیل داد و نیروهای ضربت خودش هم داشته باشد برای دستاوردهای انقلاب. اینا ضرورت‌های عمیقا نیازمند این دوران و هر کس به توان خودش باید سهمی از این بار و مسئولیت ورداره تا اونجایی که میشود وحدت کار کرد، تضادها رو به حداقل رسون و تضادهایی که به صورت آنتاگونیستی نیست و قابل حل فصل تو همه زمینه‌ها باید به سمت حل فصل این تضادها رفتش که شرایط به نظر من بسیار فراهمه و این همگرایی به خوبی به خصوص این موضع‌گیری های اخیر حزب دموکرات کردستان خیلی قشنگ بود و خیلی اصولی قدم برداشتن. متاسفانه دیدیم مثلا در رهبری کموله با اون نزدیکی خیلی خام خیالانه و نزدیک شدن به منشور مهسا که اسم قصر شده دختر ایران بود و رهبری کموله رفت در کنار رضا پهلوی قرار گرفت، چه خطای استراتژیکی مرتکب شد هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. ولی خوشبختانه احزاب دیگه دچار چنین خطای محاسباتی نشدن و صفوف انقلاب مستحکم تر کردن و اینا یکی از دلایلی که هنوز جنبش سرپاس و امید اجتماعی روشن نگه داشته و به خودش جلب کرده همین اقدامات سنجیده و هوشمندانه است. به هر حال بحث زیاد از تمام جوانب میشد بهش نزدیک شد. خلاصه و مفیدش همین است که باید متحد و مشترک حول ایجاد یک آلترناتیو نوین از همینجا مشترک قدم برداشت تا هم آینده ایران تضمین بشه و هم سکولاریسم و انتخابات آزاد در آینده تضمین بشه. خیلی ممنون که به من فرصت دادید و گوش کردید. تشکر. جواد جان سپاس بر تو، به ویژه تاکیدت برای فراهم شدن این شرایط که دو سه بار در گفته ها تاکید کردی که شرایط بسیار فراهمه. من تاکید میکنم که مسئله زاهدان و جمعه های زاهدان خیلی یعنی نیست نیروی سیاسی فردی چه به صورت احزاب و سازمان های سیاسی که سمپاتی ذهنی وجدانی برای دفاع از این خیزش بزرگ نداشته باشند. یعنی بهترین شرایط برای دفاع از جمعه خونین زاهدان و جمعه های پیوسته و تداوم همیشگی که بیش از 30 و اندی هفته است که ادامه داره، هیچ وقت شرایط برای دفاع هیچ جنبشی به این اندازه آمادگی نداشته و این تاکید شما خیلی جالب. شرایط برای دفاع از ادامه جمعه های زاهدان بسیار بسیار فراهمه. سپاسگزارم از شما دوستانی که نظر میدن در این زمینه خارج از نیروهایی که نمایندگی احزاب و سازمان های سیاسی برای وجود دارن. جناب فتاح جان شما اگر نظری دارید بفرمایید. سلام عزیزان و همه دوستان دیگر. ببین امید من و به اصطلاح امید کوتاه مدت من نه در افتادن با رژیم نه هیچی، فقط امیدم رویش فعلیت ملیه که توده های میلیونی بالفعل بشن بیان وسط. حالا این اگه آرامش بیشتر اینو فراهم میکنین که توده ها بیان وسط و باشه، هم آرامش بهتره. آرامش نبی معنی که فعال دارم میگم یعنی حول خواسته و حول هم چیزی که در آن در بلوچستان انجام میشه، حول اینها و در راستای این که فعالیت ملی انجام بشه. متاسفانه برخی یه مقداری زیاد چی میگم قلوب ها باعث شده که مثلا فکر میکنم مردم الان که برم بیرون مثلا کور میشم. این خودش در راستای بقای رژیم عمل کرد، یه مقدار دلهوره انداخته. باید مواظب باشیم که از این کاران، ولی این در راستای این فراخوان بسیار جالبی هستش. حالا مردم سایر نقاط ایران
چجوری بیان وسط؟ محلی بیان به نظر شما بهتره یا در یک سطح گسترده یک جای شهر بیان؟ نظر من بر مرور محلی خیلی مناسب تره، چون رژیم امکانات سرکوب هر محل رو نداره. حالا اگر به ایران هم به صورت فراخوان در داخل ایران هم داده باشه، در خارج که بسیار خوبه، و در ایران به نظر من محلی بهتره. چون میدونید این نیست که ما بخوام الان یک دفعه یه نیروی یه جا شهر تشکیل بشه بره پادگان بگیره. وضعیت که الان نیست که. ما دنبال یک رویش ملی هستیم. رویش ملی وقتی صورت بگیره مانند سونامی جارو میکنه رژیم. مهمه که اونجا برسیم، و تا به اونجا نرسیم به هدف نخواهیم رسید. پس به نظر من تمام کوششمون رو برای این رویش به کار ببریم. ممنون. بله سپاسگزارم دوست عزیز و جان، مثل همیشه مثبت و رهگشا و راهنمود دهنده. مرسی. دقیقا باید این خیزش به نظر من خارج باید تحریک بکنه داخل و همکنون. یعنی این تقاضایی که همکنون از سوی احزاب و سازمانها یا کنشگران بلوچ انجام میگیره و سازمانهای سیاسی مرکزی به اون پاسخ در پرکتیک خواهند داد، دقیقا داخل و هوشیارتر و در واقع با احساستر خواهند کرد برای دفاع از جمعه های زاهدان و کمک به رهبری که در هر صورت به هر شکل حاکمیت میخواد به اون ضربه بزنه و با از میان برداشتن رهبری این جنبش و یا اختلاف انداختن در اون، برای اینکه حاکمیت ملاها برای پرداخت میلیون ها و میلیاردها دلار و تومان برای در واقع تفرقه افکنی در میان جنبش بهره میگیره و به هر حال رقابت هم در صف هر نیرویی، در صف روشنفکران، در صف شاعران، در صف نویسندگان، در صف سیاسیون، در صف هر طبقه ملاها امکان وجود تفرقه افکنانی داره. امکان هر گونه توطئه وحشتناک در واقع حدس‌آمیز سیاسی همه اینها رو داره. نگذاریم که هم این رهبری و هم این خیزش توده‌ای در واقع به زیان جنبش تمام بشه یا رو به افول و فروکشی بشه یا شعارهاش هر هفته تنگتر و سبکتر و در واقع کمرنگتر بشن. نگذاریم این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از مهمانان عزیز. اگر سخنی دارن جناب بندوی عزیز، جناب عبدالله عزیز و جناب امیری اگر سخنی دارن بفرمایید، خواهش میکنم. یا جناب علیرضا اگر سخنی دارید. علیرضا فکر کنم افتاده پایین یا رفت. امیر جانم پایین هست، اگر بیاد سخنی بگه بسیار سپاسگزارم. بفرمایید دوستان، هر کدومتون اگر سخنی دارید. عزیز جان، هر دو تا، هم آقای بندوی و هم آقای عبدالله و بقیه دوستان در لندن اون اتحاد و انسجام و همسویی و همگرایی رو دارند. من هم امیدوارم که با همون چیزی که آقای دیاکو گفت، از هر طیفی، هم از طیف ملیت ها، چه اونهایی که معتقد به استقلال و چه اونهایی که معتقد به فدرالیسم و اینا هستن، در رابطه با خیزشی که در زاهدان هست مردم بلوچستان متفق و نظرند و این همونطور که اشاره کردن دوستان، این تلاش ما و این تظاهرات ما یک دلگرمی و یک پشتوانه برای اونها هست. ما باید بیشتر در این ضابطه هرچی زودتر، بدون که تنورمون سرد بشه، باید این مسائل رو با خودمون بشینیم حل کنیم. و هستن نیروهای دیگری که به جز از ستا جریان سیاسی منفردن، چپن، قبلا بودند و اونها رو هر روز ما در این تظاهرات ها میبینیم. با اونا هم صحبت خواهیم کرد. خب طبعا احزاب حزب تضامن دموکراتیک اهواز، احزابی که عضو کنگره ملیت های ایران فدرال هستند در اینجا، از عرب، ترکمن، کرد، اونها بالاخره همراهان اساسی ما هستن. حزب چپ به همین شکل با اونها صحبت خواهیم کرد و اگر فراخوانی که از طرف فعالین سیاسی بروز داده بشه، من مطمئنم نه به اون شکل مثل 10-15 هزار نفری باشه، ولی
یک تعدادی چشمگیری شرکت خواهند کرد با شعارها و پلتفرم‌های مشخص که باعث دلگرمی مردم زاهدان و اونهایی که جمعه زاهدان رو برپا نگه داشتند یه دلگرمی برای اونها خواهد شد. نه تنها برای اونها، الان بلوچستان همونطور که میدونید روز در روز شرایط ها و ایونت های خاصی اتفاق میافتد که مردم اونجا احتیاج به راهنمایی، احتیاج به پشتوانه و به دلگرمی ما شماها و نیروهای سیاسی در خارج دارند. این میتونه یک شروعی برای شعله کردن مبارزه در بلوچستان و در سایر نقاط ایران فرق نمیکنه، در کردستان، در الاهواز، در تهران، در جاهای دیگر خواهد شد. سپاسگزارم. من وقت دوستان رو بیشتر نمیگیرم. مرسی. عزیز جان، ضمن عرض سلام خدمت دیاکو عزیز، فتای گرامی و جواد. میدونم، شنیدم که جواد توی لندن هست، اگر باشم خب میتونیم بیشتر در ارتباط باشیم با هم دیگه. پیام مشخص شد و همچنان که عرض شد صحبت میکنیم و سعی میکنیم که این تدارک دیده بشه، ولی احتمالاً یه 2 هفته طول خواهد کشید در مجموع. اما جمعه های خونین زاهدان که هرگز فراموش نخواهند شد، هرگز بخشیدم نخواهند شد، قطعا زی حق این پشتیبانی هستند توسط اپوزیسیون خارج از کشور. داخل این همبستگی وجود داشته، داره و همچنان داره پیش میره. مطمئنا مردم کردستان و مردم بلوچستان و مردم گوش همه جای ایران، در واقع مردم همه جای ایرانی همبستگی رو نشون دادن و آنچنان همبستگی نشون دادن که واقعا جهان رو به حیرت واداشتن. به همین دلیل زاهدان همچنان زنده است و همچنان این شعله این واقعا جنبش رو فروزان نگه داشته است و همچنان پیش خواهد رفت. من فکر میکنم که جنبندی نهایی همین چیزی توضیح نخواهد بود و اطلاع دوستان خواهد رسید بعد از اینکه این گفتگوها و این دیالوگ‌ها و این رایزنی ها انجام گرفت. حالا به چه شکلی، به چه اسمی باشه و چگونه باشه، اینم دیگه اینجا نمیتونیم تصمیم بگیریم. این تصمیمات بعدا در میان همون کسانی که درگیر خواهند شد عملا در این رابطه. و سپاس هم از شما که این مسئله رو اینجا در این اتاق مطرح کردید و پیگیرش بودید و به هر حال امیدواریم که نتیجه خوبی. با سپاس. منم از دیگه ندارم. پیشمام اینجا همچنان که پیش دیاکو عزیز دیر است، اینجا هم دیر است و بچهای کوچیک هستند و ما هم باید صحبتامون رو به قول معروف بسیار کوتاه کنیم. و اگر به هر حال هستید، من امشب سعی میکنم باشم در خدمتتون و گوش بدم بیشتر، چون بیشتر نمیتونم صحبت کنم. ولی اگر اتاق بسته بشه ممنونتون خواهم شد. دیگه با خیال راحت به قول معروف خداحافظی از همه خواهیم کرد و بیرون خواهیم. زنده باشید. بسیار سپاسگزار رحیم جان. مرسی جناب بندوی که این شرکت فرمودید. خیلی ممنون جناب دیاکو، همچنین از شما و از همه دوستان. جناب فتای عزیز، جواد جان، مرسی از شرکت کردن. سپاسگزارم. مایک میزنی بفرمایید. بله، واسم عرض کنم که به واقع در بعد از انقلاب مشروطیت امروز امیرخیز ایران زاهدان است، بدون اغراق، بدون کمترین تعارفی. این یک سرفصل تاریخی است و در تاریخ مبارزات ایران ثبت خواهد شد که بلوچستان با تمام محرومیت تاریخیش نقش امیرخیز ایران در 1401 و تا روز پیروزی بر عهده گرفت و این به نام خودش به ثبت رسوندش و این واقعا جای غرور و افتخار داره و زهی سعادت و افتخار که هر کس در این مسیر مبارزه قدمی برداشت به هر شکل ممکن و انقلاب به سمت پیروزی رهنمونش کرد. این واقعا جای غرور و افتخار داره. فقط اینو می‌خواستم. مرسی عبدالله جان. به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم، به ویژه از شرکت مهمانان عزیز، اعضا و سازمانهای بلوچی، جناب بندوی، جناب سیاهوی و جناب امیری و دیگر دوستان، به ویژه دیاکو جان که وقتش خیلی دیر هنگام بود و به هر حال پذیرفتن و سخنان بسیار بسیار مجرب و بسیار راهنمود دهنده ای رو گفتن در این زمینه. همه دوستان، جواد جان، جناب فتا و همه دوستان دیگری که پایین بودند و شنیدند،
همه دوستان، امیر جان، جناب خسرو و همه دوستانی که میشناسم یا نمیشناسم، از همتون سپاسگزارم. روم به هر حال از مسئله اساسی که پاسخگوش مهمانان عزیز ما بودن و خودشون اهمیتشو بیش از ما درک کردن و حتما در دستور کار خودشون هم بوده، پیشنهاد کشف شده ای از سوی ما نبوده یا از سوی این اتاق. این رنج و در واقع تفکر همه دوستان عزیز دستن در کار احزاب و سازمان‌های سیاسی که مستقیما نمایندگی این درد و رنج رو دارن میکشن. ما نیز گفتیم آتشی بر آن بیفروزیم. همینو بس. سپاسگزارم از همتون. روم به روال عادی خودش برمیگرده. از هر دری سخنی، این هم گوی و این هم میدان. و ادمین عزیز ما یکی از دختران پرچمدار این انقلاب ژینایی و زنان و در واقع اندیشمندانی که در این راه با پرچمداری زنان شانه به شانه راه میرن. سپاسگزارم. زیبا جان، روم در دست شماست. اگر کسی سخنی داره یا از پایین کسانی رو دعوت میکنی بفرمایید. خیلی عبدالله جانم فکر کنم سخنی ندارن دیگه. سپاس از همه البته کردن. نه زیبا جان، هیچی، فقط گفتم آقای کریم بلوچ هم پایین هستند. ایشون هم تازگی دو تا بله، من کتاب مرتب دعوت کردم. میدونم. آره، ایشون هم دو تا داستان بلوچی نوشتن، تازگی ها چاپ شدن در بلوچستان. خیلی عالی. در هر حال زیبا خان، خیلی ممنون از شما هم که با صبر و شکیباییتون که این اتاق پابرجا نگه داشتید. مرسی. خواهش میکنم. کریم جان، اگر روم ما در مسئله اصلیش پایان یافته، اگر کریم جان هستن و درباره کتابایی که امشب پرده نمایی کردن در روم بلوچ‌ها اگر برای ما سخنی داشته باشن بسیار سپاسگزار میشیم. ما در زمینه ادبیات کودکان خیلی کم کار کردیم، به ویژه خود من، هرچند که از طرف دانشگاه اپسالا یک کتاب برای داستان سرایی برای شب‌های کودکان گفتیم، ولی کم کار شده، خیلی کم کار شده. کریم جان دو تا کتاب بلوچی برای کودکان تهیه کردن که امشب در روم خود بلوچ‌ها رونمایی شدن. فکر کنم کریم جان اگر هستی حوصله داری ما شنوندت خواهیم بود. البته نت ایران هم که اونجوری هست که شاید کمک نکنه. در حال ما منتظر شنیدن دوستانی هستیم که اگه سخنی داشته باشن، در غیر این صورت رومو میبندیم. ما به نتیجه‌ای که باید میگرفتیم که بسیار مثبت بود و نمایندگان احزاب دیگه دنباله کار خودشون خواهند گرفت و ما لشکریان همیشه آماده پیشبنگ اونها خواهیم. ببخشید، من یک پیشنهاد کوچیک داشتم. البته یه خواسته است از طرف بعضی از دوستان. من معمولا از وقتا لایف میذارم تو اینستاگرام در مورد هیستوری بلوچستان و تاریخش و خیلی ها هستن که البته خودم از جمله اونا که تاریخ بلوچستان رو به درستی نمیدونیم، اصلا از پیدایشش از چه زمانی بوده یا نبوده. یکی از دوستان پیشنهادی دادن که هر کدوم از سروران که تاریخ بلوچستان رو به درستی میدونن یا بنویسن یا یک حالت ویدیوی کوتاه در بیارن که به صورت اپیزود در بعضی از تلویزیون‌ها به نمایش بذاریم، 5 دقیقه یا 3-4 دقیقه یا هر مدت زمانی که به ما بدن. من خواستم اینجا ببینم کسی از عزیزان هست که مثلا علاقه داشته باشه در این زمینه همکاری بکنه. من خیلی خوشحال میشم. البته یه نکته زیبا جان، ببخشید عزیز جان، این دوستمون آقای کریم بندری هستند. اون کریم به تل خودمون نیستن. من فکر کردم اونه، ولی الان زدم پروفایلش دیدم کریم. میخواستم یه مسیج بهش بدم، میومدن بالا. درست. بله، در زمینه درخواست زیبا خانم البته کتاب تاریخی هست
تاریخی هست به فارسی نوشته شده، ترجمه شده، مال نصیر دشتی هست که من میتونم برات تهیهش بکنم. ولی مقاله مختصری رو آقای بولیده‌ای نوشته، در سایت هست، آقای بندوی میتونه در اختیارت بگذاره. سایت مختصر تقریبا شفاهی گونه است که آقای بولیده‌ای نگاشته، این من هم کتاب خوندمش. اردو اونم باشه میتونه مانعی بندوی برات بفرسته. نه، کتاب اردو هم باشه مانعی نداره، من میتونم اردو بخونم بفهمم. فقط یک بسیار داشته باشه من خیلی خوشحال میشم. اگرم بسیار یه جایی چیزی هست دوستان معرفی کنم بازم. میشه، البته میشه اون پیشنهاد تو هم به کار بست و یک زمینه مختصری رو در 10 دقیقه در 15 دقیقه به صورت ویدیویی تهیه کرد و گذاشت توی نت. بله، پیشنهاد خیلی خوب، میشه این کار کرد. سپاسگزارم، بسیار پیشنهاد خوبی هم هست. چون که ما میبینیم تاریخی که در ایران تو مدارس تدریس میشه و یک تاریخ واقعا تحریف شده است. هیچ کجا اسمی از بلوچ و بلوچستان نبردن. ولی من وقتی که یک کار تحقیقی انجام میدادم برای امنستی نروژ که از من یک هیستوری از بلوچستان خواستم، دیدم که یکی از قدیمی ترین مردم هستن، حتی به زمان نوسنگی و پاری نوسنگی اینا میرسن. و میبینم که جوانای ما تو ایران الان هیچ اطلاعی از اون، نه اکثرشون، البته یکی تعدادشون، تاریخ از واقعیت بلوچستان ندارم. اونایی که خیلی علاقه خاصی داشتن خودشون. برای همین میبینم که این تقاضا خیلی زیاده که از ما میخوان یه تاریخ از بلوچستان رو در این لایف ها براشون بگیم. البته در اینجا محدود افراد فوقش 50 نفر باشه اینا، ولی اگه در حالت ویدیو در بیاریم و جاهای مختلف توی سوشیال مدیا بذاریم، کم کم نسل جوان ما بیشتر مجذوب این میشن که در مورد بلوچستان بدونن و کی بودن و الان کجا رسیدن و کجا باید برسن. این یک نوع آگاهسازی هستش که خیلی بنیادی و پایه‌ای هست. همونجور که جمهوری اسلامی بعد از اینکه قبول شد، یعنی روی کار اومد قبول که نشد، اولین کاری که کرد روی اذهان عمومی کار کرد و قشنگ انگشت گذاشت روی بچه‌ها. از طریق مجریای تلویزیون، از طریق برنامه کودک، از طریق شعرهای کودکانه، ذهن‌ها رو از اونجا شروع کرد به شستشو دادن و اون قسمتی از جامعه رو که هنوز طرفدارش هستند رو ساخت. بنابراین ما باید از همین الان شروع بکنیم، پایه‌ای و بنیادی نوجوانانمون رو با گذشتهشون آشنا بکنیم و کم کم بچه‌ها رو از طریق شعر، داستان‌های کودکانه، ادبیات کودکانه با پیشینه‌شون آشنا بکنیم. به نظر من بد نمیشه که خیلی بنیادی و پایه‌ای هم کار کنیم، در ضمنی که الانم پارالل با نهضت و جنبش الان داریم کار می‌کنیم. ببخشید من یه نکته اگه اجازه هست عرض کنم. ببخشید بدون اجازه. جواد جان بفرمایید. ببینید علیرغمی که من متوجه صحبت زیبای عزیز هستم که چی میگن، ولی از دید خودم ورای یک نگاه شوونیستی، سیستان و بلوچستان شهر سوخته اونقدر تاریخ دارد که همون یه دونش اگر لازم باشد گویای تمام تمدن بشری اساسن. اون وقت راجع به شهر سوخته اون آثاری که از اونجا در مونس بیرون، آثار مستند و مستندسازی هم زیاد داریم. حتی اگر سرچ کنید، علیرغمی که حالا بحث سیاسی رژیم جداست، ولی به لازم مستند باستانشناسی شهر سوخته انقدر غنی هستش، همچنان که هر گوشه ایران به عنوان یک سرزمین کهن این قدمت رو داره، چه از کردستانش، چه میدونم چه از مازندرانش، چه از گیلانش، هر گوشش نگاه کنید اصلا سرزمین ما خاورمیانه یک ایران و کشورهایی که الان در اطراف ما قرار گرفتن این قدمت رو دارن. ولی میخواستم به تاکید این که شما میگید راجع به تاریخ سیستان و بلوچستان، سیستان هم مردم ایران وامدار یعقوب لیث صفاری هن. ما زبانمون و زبان فارسیمون رو الان همه مدیونیم، اصلا هویت
ملی از کشورمون و مدیون یعقوب لیث صفاری هستیم و همینجور خیلی چیز دارم در جاهای دیگه، ولی فقط از این زاویه عرض کردم که اینقدر غنی هستش که بی‌نیازتر از این حرف هست. فقط کافیه که روش کمترین تحقیقی بشه تا در دسترس عموم قرار بگیره. خیلی ممنون. در این شکی نیست، ولی من خودم به عنوان یک زن بلوچ که من در مقطع دبیرستان اینا رو در ایران درس خوندم و رشته تاریخ ادبیات خوندم در ایران. شما بگید تاریخ معاصر، تاریخ اسلام، تاریخ قبل از اسلام، تاریخ عمومی، یعنی هر تاریخی که توی این جهان بود به مغز ما فرو رفت، کردن، ولی هیچ کجا از این تاریخ اسمی از بلوچ و بلوچستان برده نشد، هیچ کجا. بنابراین من اینو یک نیاز خیلی مبرم و واقعی و شدید می‌بینم که مردم بلوچ ما بدونن کجا هستن و کی هستن، چون همیشه شهروند درجه 2 بودیم، در مدارس، در دانشگاه‌ها، در کشور، حتی در منطقه خودمون. من میگم که خیلی از ماها، خیلی از بچه‌ها هنوز اون گذشته‌ای که داشتن رو و از کجا اومدن و اصلا این قسمت از سرزمین متعلق به اونهاست و خبر ندارن، چون که ذهنیت سالهاست که بر سر تبعیض و مشکلات زیادی که بوده همیشه یک کمتر بینی در وجودشون هست، یعنی که همیشه فارس بوده و همیشه یک قدم از ما بالاتر بود در مدارس، در قسمت البته من اینجا فارس ستیزی نمی کنم، این یک سیاست بوده مال دولت، مال حکومت و اینجا مخالفی نیستم که مال همه ایران. ما مثلا میرزا کوچک خان جنگلی داریم، یک اسطوره است، ولی از بلوچستان هیچ کسو نداریم. هر زمان جنگی بوده بلوچ‌ها یعنی اونجا بودن. من اینو در اینجا از طریق کتب اینجا، کتب تاریخی اینجا، در هیستوری اینجا خوندم و به در ایران اینقدر مشغولیت فکری و دانشگاه این و اون درس و اینا بود که بعدم کتاب‌هایی که ما بخوایم بخونیم در مدرسه در سطوح مختلفش وجود نداشت. الانم بگردیم وجود نداره. من فکر نمی‌کنم مگه که خود بلوچ‌ها نوشته باشن و بسیار معدود هستن که الان اسم بردن عزیزان. من برای همین لازم می‌بینم، یعنی یک نیاز می‌بینم، یک خواسته است از طرف مردم بلوچ، از بطن جامعه بلوچ. ما کسایی هستیم که اینجا نشستیم سال‌هاست اونجا نرفتیم، ولی به یمن خوب این سوشیال مدیا که هست آدم میتونه مستقیم بره تو تک تک خونه های جوانان بلوچ و مردم بلوچ از طریق لایف های اینستاگرامی که اونجا اکثر جوان ها هستن که در این لایف ها شرکت میکنن و این خواسته اونهاست که من دارم انعکاس میدم و امیدوارم بتونه عزیزانی که بتونه همکاری بکنن و ما این کار رو انجام بدیم به صورت ویدیوهای کوتاه یا پیام‌های دیگه. به هر حال من خیلی خوشحال میشم اگه عزیزانی باشن و علاقه‌مند باشن که در این زمینه کاری انجام بدن یا همکاری بکنن. مرسی. بله بسیار سپاسگزار. نه این خواست بسیار بسیار پرارزشی است و تقاضاهای زیادی داره. ببینید تاریخ کشوری یک تاریخه و تاریخ سرزمین هایی که مربوط به یک کشورن تاریخ دیگری. برای نمونه هنگامی که آدم تاریخ کشوری رو میخونه معمولا میگن که تاریخ استانهار هم در تاریخ کشوری میاد. مثلا میگن تاریخ شیراز، تاریخ اصفهان، تاریخ شهر شیراز، تاریخ شهر اصفهان. ولی بخش ملیت ها که دارای فرهنگ ها، مذاهب گوناگون، مثلا وقتی شما میرید تاریخ شیراز میخونید ممکنه مثلا رودخانه هاش اختلاف داشته باشه، سطح دریا اختلاف داشته باشه، میوه ها و نباتاتش مثلا مختلف باشن، ولی آداب و رسوم و فرهنگی و زبان شیراز و کرمان و خراسان و نمیدونم کاشان و قم و نمیدونم و بقیه جاها دیگه شما اختلاف زیادی نمیبینید. اما هنگامی که وارد تاریخچه سرزمینی اقوام ایرانی
میشید، ملیت‌های ایرانی میشید، اونجا دیگه مسئله دیگری است. اون که تو میخوای دقیقا در این زمینه میگنجه. اگر کسی به طور مختصر بخواد در 15 دقیقه این کارو بکنه خیلی دچار مشکل میشه. مثلا اگر یک آدم حزبی بنویسه، مثلا اگر اون یک بلوچ متعصب بنویسه، مثلا اگر اونو یک ایرانگرای باستانگرای ایرانی بنویسه، اونو یک آدم بیطرف بنویسه، خب خیلی فرق میکنه، مورد اختلاف خواهد. فرضاً بنده به عنوان یه آدم بیطرف بخوام واقعیت رو بنویسم، امکان نداره که زمینه‌های علایق فردی به لحاظ ایدئولوژیکی، فهم شخصی خیش در احساسات در زمینه ملیت و فرهنگ ملی گنجیده نشه. اینه که من اگر بخوام من نوعی رو میگم همچین چیزی بنویسه، باید آگاه باشه که زاویه ذهنی بلوچ پاکستانی رو، بلوچ مشرقی رو بدونه و بگه که این تاریخی که من دارم میگم از نظر نویسنده رئالیست بیطرف بلوچ مشرقی اینجوری میگه، اما در بلوچستان ایران فلان کس اینجوری گفته. فرضاً دیدگاه فلان نویسنده افغانی در تاریخ بلوچستان این چنین میگه. یعنی هر ستا رو باید داخل بکنه و خواننده از مجموع اون ستا بیطرفانه یک چیزی رو بگیره. اگر کسی موفق بشه در کمال رئالیسم و صداقت تاریخی با یک زبانی راستین به دور از هر زاویه نگاه فردی همچه کاری بکنه، خیلی شیرین خواهد بود. البته شدنی است، ولی در زمینه احساس ملی من یه چیزی اخیراً نوشتم به نام زمینگیر. این ترجمه فارسیش هم کردم، اگه بلوچی نمیتونی بخونی برات میفرستم. ولی رفیق بندوی من خیلی خوشش نیومد، گفت نمی نوشتی بهتر بود. برای این میگم که خیلی مشکله همچین چیزی رو. اینه که ولی لازمه. اون چی که تو میگی اینه که ما به هر حال باید به عنوان یک بلوچ، یک بلوچ ایرانی یا یک بلوچ مشرقی که زندگی میکنن، تاریخچه مختصری کلا از ریشه تباری قوم بلوچ، ملت بلوچ، از سرزمین تاریخیش حتما باید داشته باشه. خیلی لازمه. امیدوارم کسی همچین کاری بکنه. اخیراً فکر میکنم که یک تاریخ خیلی خوبی در دست نوشتن هست که به زودی شاید تموم بشه و در اختیار همه بلوچستان قرار بگیره. دوستانی اگر در از این زمینه هم سخن دارن بفرمایید. سوال دارم از سرکار خانم بختیاری و یا دیگر دوستان اگر میدونن. تاریخ ما، تاریخ ایران در کل و خب تاریخ های اطراف ایران از اروپا گرفته شده. از کجا منابع خبری که این تاریخ ما رو به وجود آورده از کجاست؟ چقدرش داخلیه، چقدرش در داخل نوشته شده و منابعش چی بوده و چقدرش از اروپا و کشورهای دیگه گرفته شده؟ ممنون. بله، در این باره خب هم در تاریخ یونانیان میشه چیزهای دید راجع به بلوچستان، نام بلوچستان چی بوده، چه نامهایی داشته به لحاظ تاریخی. در تاریخ یونان چیزهایی رو میبینیم، در تاریخ خود ایرانیان نامه‌های گوناگونی میبینیم، در تاریخی که بلوچ‌های پاکستان نوشتن. مختلفه، روایات خیلی خیلی مختلفی هست در این زمینه. اون زمینه‌های تاریخی در واقع متخصصین تاریخی، پژوهشگران تاریخی. برای من یک تاریخ بلوچی 5 جلدی دارم از بلوچستان براهوی بلوچستان پاکستان نوشته شده. همش مختلفه. همینو عرض کردم که گرایشات تأثیر داره در این معرفی ها، ولی آنچه که مشخص تاریخی ماست و مثلا من میدونم ما بلوچ ها از کوهپایه البرز اومدیم و در اشعار
اشاره حتی در سرودها به کوهدامنه البرز شده. حالا در اینکه ما از قدیم اینجا نشستیم یا قوم دیگری در اینجا نشستن یک مسئله دیگری، ولی مختلف. باید یک تاریخ خیلی خوبی که بگیم فلان پژوهش بهترین هست هنوز به دست نیامده. حالا ببینیم این تاریخ اخیراً قرار نوشته بشه، تاریخ مفصلی هم هست، امیدواریم بیرون بیاد. ولی یک تاریخی که همکنون نوشته شده که از دبستان شرقی نوشته به نام آقای دشتی چیز بدی نیست. من فکر میکنم زیبا جان شما اگر چنانچه یک شبی رو توی همین اتاق و هر اسم دیگه که هست بگذارید در ارتباط با مسائل تاریخ، شاید بیشتر زوایای بیشتری رو بشه صحبت کرد. کسانی که برای چیزایی که مطالعه کردن، تجربیاتی که دارن، خوندن، چیزایی که شنیدن، چون الان برای هم دیر وقت شب هست نمیشه صحبت کرد و هم خوبه که موضوع هست، یعنی موضوع بسیار بسیار مهمی هست که شما دارین مطرح میکنید و حیاتی هم هست، واقعا حیاتی هست، به دلیل اینکه واقعا اون تاریخی که باید می بود الان اون تاریخ انگار پنهان شده و باید از پنهانی پیداش کرد، درش آورد. و الان با توجه به این دستاوردهایی که باستانشناسان از این شهر سوخته و تمدن جیرفت و مهرگر پیدا کردن، اصلا معیارهای تاریخ شناسی کلا یا مرجع ها و رفرنس های تکامل تاریخ بشریت رو الان باستان شناسا به یه شکل دیگه ای دارن میبینن، یعنی یک سری تجدید نظر دارن میکنن. مثلا همین که عزیز میگه که بلوچ‌ها از کوهپایه های البرز باید باشن، یک روایت این هست. بعضی میگن که به هر حال اصلا تمام مردمان ایران در واقع از همین تمدن‌های جیرفت و مهرگر و شهر سوخته در واقع برمیگرده به هزاران سال قبل از اون تمدنی که در 8000 سال بین النهرین، بله، تمدنی که در بین النهرین شکل گرفته. من هیچ وقت یادم نمیره یک زمان یک شوخیایی رو میکردیم با دوستان کردمون. کردا میگفتن که بلوچ‌ها کردن. من و ناصر توی نشستایی که داشتیم با هم با رفقای کردستان میگفتیم نه اتفاقا اشتباه میکنید، اون کردا اول بلوچ بودن، بعد چون از مهاجرت کردن شدن کرد اومدن. به خاطر همین است که با اینکه هزاران کیلومتر از هم دیگه فاصله داریم ولی ریشه زبانی بلوچی و کردی و اونم تازه بلوچی کردی کرمانجی خیلی نزدیکتر با بلوچی مثلا مکرانی و رخشانی هستش. از این شوخی میکرده، ولی الان اتفاقا یک کردی رو من بدون اینکه بشناسم یک باره دیدم که داره صحبت میکنه و همین هفته پیش بود اتفاقا صحبت از همین قضیه میکرد. میگفت که الان یه همچین حرف هایی هست، این ماده هایی که اومدن و برای مستقر شدن در اون منطقه پایگاه اصلی حرکتشون از همون مناطق بوده و همین در درازای رشته کوه زاگرس رو گرفتن همینجور ادامه دادن. چرا که این رشته کوه زاگرس از ترکیه امروز شروع میشه تا اون هندوکش افغانستان، همین یک رشته کوه و در واقع اگر دقت هم بکنیم میبینیم که از نظر زبانی همشون تا از پتانا بگیریم تا بیایم اینور کردایی که آخرین نقطه‌های کوههای آرارات نمیدونم برای اسمشون چی هست، که اینور طرف مرزای ترکیه نزدیک است، ریشهشون یکی، ریشه زبانیشون یکیه. و ریشه پارسی رو هم در نظر بگیریم همه هم در واقع از همون منطقه زاگرسه که بعدا رفتن جاهای دیگه و برای شکل دیگه گرفتن. بگذاریم داستان خیلی طولانیه، ولی همچنان که عزیز مطرح کرد یک کسی رفته خیلی عمیق توی همین مطالعات و کتاب ها و اینا و سوالی رو که فتای عزیز مطرح کردن تا جایی که من خبر دارم عمده ترین منابع و منابع در واقع این تاریخی که در افغانستان نوشته شده و البته هنوز پایان نیافته دارن آمادهش میکنن، از همون منابعی است که در ایران وجود دارن، در ایران و هندوستان وجود دارن. به دلیل اینکه دست‌نوشت های خیلی زیادی بوده از گذشته ها مونده و نگه داشتن. در ارتباط با بلوچه میدونیم مقدار زیادی رو از
یک کتاب تاریخی هست که کسی که همیشه با نادرشاه بوده می نوشته چی نادری بهش میگن، یادم نمیاد ولی یک کلمه نادری. تاریخ نادری. بله. نه تاریخ نادری آره، ولی یک کلمه قبل از نادری هم داره، غیر از کلمه تاریخی چیزی داره. چیه آره انگوشای نادری یه همچین اسامی داره. آره در ارتباط با مثلا اروپا و اینا منابع و منابعی که پیدا کردن اینا خب هست، یعنی میتونه در واقع تعیین کننده همون منابعی باشه که شکل‌های همون طرف ها هست. ولی ببخشید خیلی شما مهم، ولی سایت خیلی بریتانیکا دات کام رو سر زدیم بهش؟ من نه، ولی کسای دیگه رفتن، مثلا آقای دکتر نصیر دشتی کتاب تاریخ نوشتن، البته به زبان انگلیسی نوشتن. خب ایشون خیلی زیاد رفتن تو این مثلا منابع و رفرنس هایی که هست در بعد بریتانیا. معتبر بله هست، یعنی میشه به عنوان یک مرجع استفادهش کرد، چون آپدیت مال سال 2023. ببین، به نظر من در منابع تاریخی فقط یک مرجع کافی نیست، اینا رو باید به شکل تطبیقی با جاهای دیگه هم حقیقتشون راستی آزماییشون رو معروف باید پیدا کرد که کم نیستن تا جایی که من شنیدم. البته خودم اهل تاریخ نیستم و زیادم نمیدونم در مورد تاریخ، ولی آخه که نوشت شنیدم. من نمیدونم که دارم مینویسه، ولی رفرات خیلی داره، مثلا مراجع زیادی رو خوندن، یعنی که در زیر هر جمله که نوشتن یا چیز کردن یک مرجع هست اونجا، مثلا میتونیم بسریم ببینیم از کجا گردآوری کردن. فکر کنم به چه مجموعه زبانیه؟ به به چه زبان زبانی؟ انگلیسیه. آها. britannica.com اگه سرچ کنید. البته تاریخی رو که جناب دشتی هم نوشتن رفرنس های بسیار بسیار زیادی رو داره که اگر به اون رفرنس ها مراجعه بکنه خواننده چیزی نه چیزی دستگیرش میشه، چون رفرنس ها رو داده و تحقیق خیلی چیزی کرده آقای دشتی. یعنی خود آقای دشتی آدم علمی است، یعنی یک بلوچ نگارشگر ساده نیست. حرفی رو که زده با رفرنس آورده، خود رفرنس ها رو آدم میتونه مراجعه بکنه. اما در زمینه اینکه بلوچ ها و کرد ها چه نسبتی با هم دارن، یک جوک کوچولی رو من بگم که بد نیست. من تو دوره آموزش کتابداری کانون پرورش فکری کودکان تو تهران با یک کردی همخانه شدیم، به اصطلاح هتلمون یکی کردیم در اون 6 ماه. خیلی با هم دوست شدیم و ایشون آدم ادیبی هم بود و به ادبیات کودکان کردی مسلط بود و شعر هم میسرود. بعد شد یکی از فرماندهان بزرگ کامله و متاسفانه دریغا که ایشون دیر خورد و در تهران وقتی به بیمارستان جان بخش شد. آقای خسرو رشیدیان بود اسمش. من اون هر از گاهی که به تاریخ قومی همدیگه برمیخوردیم میگفتیم که ما به هر حال پدر بزرگ و مادر بزرگمون یکی بوده. خسرو شوخی میکرد میخندید میگفت البته که شما درست، اما پدر بزرگ از ما بوده. منم بهش میگفتم خب مسلما اینجوریه، برای اینکه اگه اینجوری نبود که مبارزات سیاسی ما هم در پایه شما میره. تو الان میتونید این ادعا رو بکنید، برای اینکه دنیای ما دنیای مردسالاری بوده، تو شما نهضتتون جنبشتون پیشرفته تره. منم میپذیرم که پدر بزرگ از شما بوده. ولی من یک کتابچه 60-70 صفحه‌ای دستم افتاد که معاون حکومت خانکرات نوشته و اون از خودش شروع کرده به یک نسبنامه تا به آخرین فرد پدر بزرگ و مادر بزرگ کرد بلوچی که از یک پدر و یک مادرن هر دو قوم. من اون کتابچه رو دارم، 60 صفحه کردگال نامک. بله. به فارسی هم نوشته شده. عزیز جان، اگر اون رفیق شهیدمون اگر الان زنده می بود با توجه به انقلاب زن زندگی آزادی الان میگفت البته که مادر بزرگ ها از ما بود. آره الان
آره جناب عبدالحمید اسماعیل زایی ما رو یکم سرافرازمون که مردم بلوچ واقعا شجاعت و دلیری خودشونو و مدبری خودشونو خیلی نشون دادن. بلوچ ها انتقامگیری خونی اشعار 200 ساله دارن. یعنی اون بلوچانی چند 200 ساله مال یک نفرشون تا 200 ساله 120 نفر رو شما حساب بکن. عجب خودداری جانانه ای کردن که حمایت یعنی که کردن. هرگز فراموش نمی‌کنیم همون صحبتی است که الان داره میشه، هرگز فراموش نمی‌کنیم، آره دقیقا نه دقیقا و میبخشیم نه چقدر فراموش قشنگ. میکنیم. این فرهنگ بلوچ متاسفانه. آره و چه همیاری کرد با تلاش سیاسیون کرد، یعنی چه حمایتی کرد سمتگیری سیاسی حزب دموکرات کردستان رو در این جهت. یعنی اگر این اتفاق نمیافتاد و این چنین نمیشد و بلوچان میرفتن در پی انتقام گیری و کشت و کشتار، این جنگ کردستان هم مجبور بود میومد و در دام حکومت میافتاد. یعنی کمک بزرگی نه فقط به بلوچستان، به کل جنبش کردستان و سپس همه جنبش ایران. این اون مقاومتشون یه چیزی دیگه است، ولی این شکیبایی اصلا تاریخی شد. خیلی قشنگ. الان دریچه جدیدی به تاریخ گشوده شده به علم ژنتیک. منتها مشکل اینه که مثلا در نقاطی مثل ایران کمتر برای تست ژنتیک میرن. مثلا شما میتونی بری الان بری به شما ممکنه بگی مثلا در محدوده بلوچستان یا در محدوده سیستان متولد اونجایی، بیش از این نمیتونی مثلا برای پیدا کردن اجداد از طریق ژنتیک. مثلا به شما میگن که اهل مثلا سیستان اون حدودا چرا ببخشید اون منشی نادرشاه افشارم که دنبالش میگردید میرزا مهدی از سرآبادیه که بله بله آفرین. دیواندار نادرشاه افشار بوده است که نادرشاه بود داره. پیر مدبرم بوده است. اون داستان در تقابل با ارتش ینیچری ترکیه که ینیچری عثمانی اعلام میکنن که ما تشبیه میکنن که ما به لشکر ما دانه های ارزن از گونی های ارزن میارن. بعد همین از سرابادی میگه لشکر ما هم خروس لاری است، مثل برق و باد این ارزنا رو میخورن. نابغه ای بود است در کار خودش. خب عزیز جان، مثل که شما دارید ادامه میدید و من متاسفانه بعد از حضورتون مرخص بشم. بله جناب بندوی خیلی سپاسگزاریم همه از مهرتون که البته خب این وظیفه شناسی خود شما هم هست، مسئولیت بزرگی به گردن دارید. ما در واقع در کنارتون هستیم. خودتون تصمیم گیرنده هستید. شب خوش. بسیار مهر ورزیدید. مرسی. زنده باشید و به هر حال وقتتون خوش باد. عبدالله خداحافظ. جان هم که رفت پایین دیگه، خودشو اونجا حبس کرد پایین. ما میخواستیم که امشب با ما سخن بگه بیشتر، ولی رفت. ازش عزیزان خداحافظی منم میکنیم. خیلی خوشحال شدم با اجازهتون از حضور همگی مرخص میشم تا دیدار دیگر و همیاری دیگر شب همگی خوش. مرسی مرسی. حضور امشبت غیبتاتو پاک ما درس پس میدیم عزیز جان. قربانت. وقت همگی خوش. شب باش باشه. خب جناب هامون جان اومده، هومن جان هم اومده بالا، درود همه درود. میشنون. من صبحم درود بر تو دیدم هومن شما جان. رو. مرسی. آره صبحم چند دقیقه اومدم تو اتاق دیدم شما رو. صبح تکلیف اون سازمان بسیار خیلی قشنگ چند نفر صحبت کردن در رابطه با تکلیفشون نسبت به کسانی که پادشاه یا سلطنت یا به شکلی تکلیف خوبی روشن شد. یعنی اونها نظر خیلی خوبی داشتن در رابطه با این مسئله. هم خوب بود یک پارچه شدن، همونجوری که شما گفتی، یک پارچه شدن کرد و بلوچ این خودش چپ و راست جمع کردن جامعه است و خیلی خیلی خوبه.
بازم من موضوعی که دوست دارم که تو صبح تو اتاقم بحث شد، داشت بحث میشد، نگاه کنید، در رابطه با میگیم که ما میگیم فدرالیسم، بعد میگه جمهوری اسلامی میگه چی؟ تجزیه طلب. نگاه کنید، اگه من بازم تکرار میکنم، من اون روز بازم صحبت کردم، دوستمون در من گفت نه ما روش هم ایستادیم کلمه فدرالیسم. نگاه کنید، ما اگر بیایم روی حق انسانی در اجتماع که میشه حق شهروندی، هر انسانی حق داره حق شهروندیشه که رأی بده، نظر بده، اجتماع کنه و حق بیشتری گرفتن از حقی که وجود داره، یعنی این حقشون رو، سهمشون رو بیشتر خواستن، این همون تو بخشداری، تو شهرداری، تا میشه چی؟ تا میشه فدرالیسم. پس این مسئله بزرگی نیست، حق شهروندیه، این رو بیاریم تو این مسئله. باز هم برای که اونها میخوان، بازم من تاکید کنم که میخوان به یک مسئله بزنن به چه ترجیح، این حق و حقوق انسانی افراد جامعه است، اصلا هیچ کس کوتاه نیاد. پس این خیلی خیلی پایه است و حق پایه‌ای است. بازم اونجا متوقف نشد. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، می‌بینم که شب و روز فعالیت می‌کنید، امیدوارم نتیجه این فعالیتتون رو هر چه زودتر ببینید و بتونید بسیار شادابتر و خوشتر در کنار همدیگه باشید. به بی وقت است مزاحمتونم شدم، بازم در کنارتون هستم. سپاس، مرسی از اینکه بودیم و مرسی از نقطه نظراتون و صحبتاتون. دوستان عزیز، کسی هست که چیز دیگه بخوام بگم؟ خانم مهسا، شما که پایین بودین میخوایم بیایم بالا صحبتی داشته باشیم؟ زیبا خانم سلام، عزیز سلام، سلام. جناب فرود، جناب هومن، سلام دوستان. سلام علیکم، بفرمایید. شما بالاخره تونستیم بیایم بالا؟ آره تونستم، من متاسفانه امشب نتونستم زودتر بیام، یعنی خوابم برد. هیچ خیلی مانعی خسته نداره بودم. البته. آره بعد حالا نمیدونم درباره تاثیر تظاهرات سراسری از احزاب در حمایت از جمهوری بلوچستان صحبت کردیم یا نه. دیشب صحبت کردیم، ولی درباره این صحبت هایی که دوستمون جناب هومن مطرح کردن، یعنی تمرکز روی حقوق شهروندی و اصلا یعنی بحث فدرالیسم اصلا پیش کشیده نشه، برای اینکه نه من نگفتم پیش کشیده نشه. نگاه که دوباره مسئله شما مخصوصه، من میگم این جزء حق شهروندی می باشد، یعنی که این جزء حق و حقوق مردم می باشد. مثل این میمونه که شما در شهر، در بخش، زمانی بخش به شهر تبدیل میشه، این همین حق و حقوق بیشتری از بخشداری به شهرداری میشه، یعنی بخشی که به شهرداری تبدیل میشه همیشه حق و حقوق بیشتری شامل اون منطقه میشه. یعنی اون کلمه فدرالیسم که میشه که میاد اون میزنتش به تجزیه طلب، نه، فدرالیسم حق و حقوق بیشتری همون جامعه داره که این حق و حقوق شهروندی هر شهروندی میباشد. بکنید اینجوری میشه. بفهم. بله گرفتم منظور شما چیه. یعنی همین که میگیم حق شهروندی یه جورایی شامل فدرالیسم هم میشه، یعنی فدرالیسم هم جز این حقوق شهروندی میاد. منظورتون اینه، درسته؟ بله، و این حقوق شما نگاه میکنید یک شخص، یک منطقهش بخش هست، به شهر تبدیل میشه شهر، این حقوق بیشتری شاملش میشه. پس نه چیه؟ گرفتم، بله بله. بخشداری میشه شهرداری. به این خاطر وقتی هم که حقوق بیشتری بهش تقسیم میشه، حقوقی از حقوقی که بهش، که به اصطلاح بهش تعلق میگیره، بهش درخواست نیازشه و این جزء حقوق شهروندی اشخاصه، نه جزء چیزی که بخوام بهش عطا کنن. بفهم. ممنون. اینجا یه مشکل هست آقا، یعنی حرف شما درسته. اگه صرفا انسان رو معیار قرار بدیم، یعنی فرد، که وقتی که میگیم حقوق شهروندی یعنی حقوق فرد در جامعه، اگه اینو معیار
معیار همه چی قرار بدیم، حرف شما کاملا درسته، ولی ما باید بدونیم که حق گروهی هم داریم. یعنی که میگیم حق گروهی صرفا این نیست بگیم یه مجموعه انسان میتونن یه سری نگاه حقوق کنید، خاص شما داشته تا باشن. خانواده هستید، اعضای خانواده هستید. وقتی که میاید در دهات اعضای دهات، وقتی میاید در شهر اعضای شهره، وقتی میاید در استان اعضای استانه، وقتی میاد در کشور اعضای کشور. اون گروهی که شما میگید، اگر گروه شما در دهات، حقوقی که در دهات دارید، اگه در شهر حقوق شهر، در استان حقوق استان آخه و در گرفتم حرف شما چیه، ولی اینجا شما یه چیز رو فراموش میکنید، اونم حقوق به قول معروف ملیه. یعنی همه چی نمیشه از فرد شروع کرد، بعد رسید به خانواده، بعد رسید به دهات، بعد بخش، بعد شهر، شهرداری، استان و الی آخر. یعنی ما یه سری حقوق کلکتیو شامل مثلا احزاب هم میشه، اینجوری نیست بگیم از ساختارهای اساسی جامعه. مثلا اینکه شما میتونین حزب تشکیل بدین میگه حق گروهیه، ولی یه حق داریم که حق ملیه که ملی که توس میشه کشوری، نه ملیتی. ملیتی، ملی، اتنیکی، حالا هر چی میگی، من میخوام تمرکزم رو اون باشه. یعنی مثلا که میگیم بلوچ یا کرد، اینا یه سری حقوق خاص خودشونو دارن، در نه 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 سازمان نه، بین شما الملل نمیتونی، پذیرفته. شما نمیتونی بیایی. چرا؟ چون اگه بیاید تو این فاز، بلوچی که توی کردستان هست و کردی که توی بلوچستان هست مورد تایید این مرحله قرار نمیگیره. چرا شما میگه؟ نه نمیتونی بیاریش روی این مرحله. باید بیاری چیکار کنی؟ فدرالیسم منطقه‌ای، نه ملیتی. چرا؟ نه چون اگه بگی آخه دیگه ملیتی، بعد نه ملیتی در و داغون میکنه. حالا نه من در اصلا من بداخل اصلا من اصلا نمیتونیم. هدفم این نیست که بیام وارد بحث شما شم. من هدفم اینه که ما باید روشی رو اتخاذ کنیم که در چاله جمهوری اسلامی نیفتیم. جمهوری اسلامی چند تا چاله به وجود آورده که شما که بچه‌هایی که صبح بودن این چاله ها رو خیلی قشنگ روشن کرد. دوم، یه مسئله دیگه که داره به وجود میاره این که میاد یک سرباز رو روبروی شخص قرار میده، خودش تصمیم گیرنده بالاست. یعنی شما وقتی سربازه رو بکشی میگه مظلوم کشتی، در حالی که سربازه هم نقش خودش رو داره. پس ما مخالف کسی که جلومونه، یعنی همون سربازی که به جلو مخالف ماست. و در رابطه با تجزیه هم با هم بدین شکل، یعنی این دوتا رو ما میخوایم چیکار کنیم؟ جا بندازیم. پس و ما هم اجازه و همینجوری هم که گفتن تمام ملیت ها در کنار هم قرار در کنار هم زندگی کنیم. حالا پس ما قرار با هم باشیم، یک پارچه باشیم و با هم زندگی کنیم و مخالف یک شخص ما هم موافق جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مخالف جمهوری اسلامی. یعنی کسی طرف جمهوری اسلامی باشه مخالف تمام اپوزیسیون ها هست. پس تمام اپوزیسیون ها با هم جمع میشن. پس ما مخالف کسی هستیم که موافق جمهوری اسلامی قاطعا هم عمل میکنیم، چه یک سرباز باشه روبروی ما چه گروه دیگه. و در آخر هم قرار همه با هم زندگی دوستانه صمیمانه در کنار هم. بفهم. اجازه بدین اون که اون سرباز به قول معروف در خدمت جمهوری اسلامی، این یه چیز بدیهیه. یعنی همون سربازه که مردم رو آزار میده، به مردم شلیک میکنه. این مظلوم نمایی ها که در میارن این اصلا قابل توجیه نیست. یعنی اون مسئله سرباز رو کنار بذاریم، ولی اینکه همه با هم زندگی کنیم، همه اپوزیسیون متحد بشن، این که میگین درسته. خب اتهام تجزیه طلبی میزنن، این 80 ساله بود، یعنی چیز تازه ای نیست. از طرف کی؟ از طرف مثلا چه میدونم استبداد طلبان، حالا چه شیخش باشه چه شاهیش باشه. برو سر اصل درست مطلب، اینقدر درسته زور یا نزن، نه؟ مستقیم بگو منظورت چیه. خب میخوام اینو بگم، ما اصول رو
کنار نمیذاریم به خاطر اینکه مثلا کدوم جمهوری اصول رو کدوم اصول رو اصول ببین حقوق ملی این یه حق، یعنی تمام مبارزه این خب ملل من که متحد میگم این نیستن اصول برای این بوده. شهروندی هر شهروندی آخه حقوقش. نیست، آخه فرق داره. حقوق شهروندی یه چیز دیگه. حقوق شهروندی مثلا برای اگه شما همه، حقوق شهروندی نباشه حقوق دیگه ای داری در نه کشور؟ هم ببین هم حقوق شهروندی لازمه هم حقوق ملی لازم. اینجوری نیست که انسان فقط یه ملیت که حق داشته یکیه، باشه. همه ایرانی هستی، نه ملیت دیگه یکیه. نشد. نه دیگه او هم میشه حقوق شهروند. اگه ایران بخوای یک کشور ملیت تو تو ملیت کثیرالملت. کل میخوای ملیت جدا ملیت ایرانی. ببین ایران یک کشور کثیرالملت است، یعنی اینجاست این اصل رو اگه قبول نداشته باشیم خب دیگه به قول معروف ما تو دو مسیر مختلف داریم صحبت. کثیرالملیت ایران کثیرالملت، کثیرالملیت. کثیرالملت، نه، مولتی ایران نشنال، یک یه سرچ. کشور یک ملیته. نه اگر دیگه آخه نشد اقوام اینو انکار مختلف. میکنی. ببین اجازه بده تا من یکم اصولی تر، یعنی گوگل حتما دم دستتون هست، بزنین مثلا مولتی نشنال استیت اکزامپل. یعنی ما تو دنیا کشورهای زیادی داریم که مولتی نشنال هست، یعنی کثیر الملت، از جمله چه میدونم انگلستان، یعنی کشورها زیاده. یه سرچ بزنید تو گوگل برات میاد. ایران یه کشور کثیر الملت است. اگه ما اینو قبول نکنیم میفتیم تو اون مسیری که شما میفرمایید، نه یعنی همه من حقوق اصلا شهروندی نگاه داره کن مثل نگاه کن نگاه کن نگاه کن من وارد بحثایی که تو میخوای بشه منظورم اینا نیست. اگر میخوای بگی میخوای الان میخوای یه فلسفه ای بذاری که ملیت متفاوته و فلان، من من واردی من فقط خواستم دست جمهوری اسلامی رو ببندم که ادامه پیدا آخه نکنه. اجازه بدید، ولی اجازه اگه بدید تو من میخوای، توضیح من بدم. اصلا من صحبت اجازه شما رو نمیدم، گرفتم. نمیخوام واردی مثلا نه مثلا خیلی. اوکی اصلا گرفتم. پس ما یه سری اصول داریم، درسته؟ دو راه داریم به قول شما کوتاه بیایم، به خاطر اینکه مثلا جمهوری کی اسلامی داره کوتاه بیاد؟ تهمت. نه کی من... این جمله رو کی بود که گفت کوتاه بخش بیاد؟ آقا اجازه یک بده. صحبت کنی خواهش میکنم، یکی صحبتاشون. اجازه اجازه بده تموم شه. آقا خوب. ممنون. نه خب همینجور داره میسازه میره جلو، میگه بذارش تموم آقا بشه، هی خواهش میسازه، اگه میکنم. بلش کنی 15 ساعت دیگه میسازه. یه این سازنده است، همینجور خودش از قول یکی دیگه میسازه، همینجور من گفتم شما گفتین، من میگم دو راه داریم. اصلا شما خواهش میکنم نزن تو حرف. گوش بده بعدا اگه صحبتی داشتی با هم صحبت میکنیم. اینجوری که نمیشه من یه جمله بگم شما بپرین وسط که نمیشه. در اون صورت من نمیتونم اصلا منظورمو بیان کنم. شما پیش‌فرض دارین. و اگه شما پیش فرض دارید، 100 تا پیش فرض گذاشتید، ما یک مسئله رو بیان کردیم که باشون اینجور برخورد کنید. تو دوست 100 تا عزیز مسئله خواهش رو دارید میکنم، پیش فرض گذاشتید. خواهش میکنم نزن تو ببخشید حرفم، آقا، بذار یک حرف من دوئل کامل. اینجا نداشته باشین خواهش میکنم. اینجا داره تبدیل به یک دوئل بحثی میشه. اگه لطف کنید شما یکی مایکتون رو ببندید، شما صحبتاتون رو خیلی کوتاه بکنید، خیلی ممنون میشم. نه چون اصلا من میرم که این فوری صحبتاشو کامل بکنم. ایشون رفتن صحبتاشو کامل بکنه برای کی؟ نه، بفرمایید صحبتتون اصلا کنید، خیلی شاید برگرد. خیلی جالبه، خیلی جالبه همچین افرادی. ببینید دوستان، ما یه حق داریم، یعنی ایران یک کشور کثیر ملت است. کسی که اینو انکار میکنه آره دیگه نه گوش میده نه، یعنی یه چیزی تو ذهنش هست میخواد اونو به کرسی بنشونه که یه چیز غلط عمل به اجازت ایشون کار نداشته باشین، شما صحبتتون بکنید خواهش میکنم. ممنون. کرد. به هر حال صحبت من به ایشون بود. ایران یک کشور کثیرالملت است. حالا ما پس ملل مختلف داریم که میگیم ملل مختلف یعنی حقوق خاص خودشون دارن. این دوست میگفت که برای اینکه جمهوری اسلامی تهمت نزنه، مثلا چه میدونم مخالفین تهمت تجزیه طلبی نزنن، ما بیایم رو حقوق شهروندی از اون حقوق ملی صرف نظر کنیم، بیایم رو حقوق شهروندی، فقط شهروندی تمرکز کنیم. غیر مستقیم مثلا اون حقوق ملی تو شهروندی هست، در حالی که نیست.
در حالی که نیست. اگه بود این حق رو جداگانه تعریف نمی‌کرد. مثلا منظورتون چیه حقوق ملی؟ مثلا پول نفت یا پول نه سرمایه؟ پول نفت نیست، یعنی حقوق ملی که میگیم ملت، یعنی یه مجموعه انسان یه اراده سیاسی مشترک دارن، یه سرنوشت مشترک دارن، یه چه میدونم تاریخ دارن، یه زبان دارن، فرهنگ خاص خودشون دارن. اینا یه اراده سیاسی خاص خودشون دارن. این اراده سیاسی رو در شکل تعیین سرنوشت یه شکلی به هر حال دیترماین میکنه، حالا فدرال باشه، کنفدرال باشه، چه میدونم استقلال باشه، به یه شکل. بستر این حقوق ملی یعنی این. حقوق ملی شامل خیلی چیزا میشه، یعنی حقوق چه میدونم فرهنگی، زبانی و اینا میخوان که ما از این حق بگذریم، به خاطر اینکه مثلا جمهوری اسلامی میگه اینا تجزیه طلب، یا شاه پرستان میگن اینا تجزیه طلب. و اگه ما میخواستیم قول معروف میدان رو خالی کنیم، همون 80 سال پیش خالی میکردیم. یعنی اینا اصلا قبول ندارن که خب ایران یک کشور الان چند ملیتیه. چیزی که الان همه دارن میجنگن خب همون حقوق ملی، مثلا برای قوم بلوچ خب میخوان زبان خودشون داشته باشن، پرچم خودشون داشته باشن. خب حالا دیگه منظور که اراده سیاسیشون در یک اراده سیاسی ملت بلوچ در یک واحد سیاسی تبلور پیدا کنه. یعنی سرنوشت خودشون رو در مثلا یه ایالت جزء ایران میدونن، حکومت دارن، پرچم دارن، یعنی همه چی دارن، فقط اون چیزایی که مشترکه میخوان شیر کنن با دیگر ملل ایران، اون چیزایی که لازم مشترک باشه. این خیلی فرق داره با حقوق شهروندی. واسه همینه ما یه حقی داریم علاوه بر حق شهروندی به اسم مثلا حقوق ملی. اینا میگن که اینو ول کنین، بیایم بچسبیم به حقوق شهروندی. چرا؟ چون مثلا جمهوری اسلامی تهمت میزنه، اپوزیسیون، یه بخش از اپوزیسیون تهمت تجزیه طلبی میزنه. اساسا اون بخش از اپوزیسیون که مد نظر ایشون است هم ادامه جمهوری اسلامی از نظر من. خب ما به خاطر دشمن که نمیایم از اصول و حقوق خودمون کوتاه بیایم. اگه کوتاه می اومدیم خب دیگه مثلا این مشکلات نبود، این مسائل نبود. اینا نمیخوان اینو درک کنن. یعنی میدونید اساس چیه؟ اساس اینه که طرف قبول کنه که ایران یک کشور مولتی نشنال، چند ملیتی. اینو قبول نمیکنه. اصلا معتقد نیستن کشور میتونه چند ملت داشته باشه. بله خیلی ممنون از نقطه نظرات خواهش که نظرتون گفتی. دوستان عزیزان کسی که هست بخواد صحبت کنه لطفا مایک بزنید. اجازه میدین به من صحبت بکنم؟ بله بفرمایید. درود بر همگی. مرسی از اینکه برای من دعوت فرستادین. من ترجیح میدادم که شنونده باشم، ولی خب چون شما پاسخ نمیدادین در چت باکس، سعی کردم که بیام روی استیج و خیلی مختصر و به صورت پیام صحبتی رو متوجه آقای دادیار بکنم. آقای دادیار، شما در روم قبلی، البته عذرخواهی میکنم، ممکنه این پیام من، این گفته من ارتباطی با موضوع تایتل شما نداشته باشه، ولی لطفاً به من اجازه بدین که صحبت خودم رو بیان بکنم. آقای دادیار، شما در روم قبلی از نگاه و اندیشه ستیزگرانه صحبت کردید و با تکرار انگ‌های جمهوری اسلامی و عرب‌های اهوازی سعی در دفاع از سیاست‌های ستیزگرانی جمهوری اسلامی داشتید. بنابراین ما اهوازی‌ها بد نمی‌دونیم که شما رو به یک روم دعوت بکنیم که پاسخ توهین به شعور عرب‌ها و
مواضع ستیزگرانی خودتون رو دریافت بکنین. گرچه شما ارزش ندارین، شما رو با این نوع اندیشه شما رو به یک روم عربی دعوت بکنین. امیدوارم که صحبت‌های منو شنیده باشین. خیلی متشکرم. جناب صدها عزیز هستن. جناب سجاد جون، پدرام من چی توضیح اجازه گفتم داده میشه نیست. اون چیزی بفرمایید. که من گفتم که فرازم بده بیاری، من من متوجه من من نشدم. نه من ننداختم. نه من درست میگم. نندازیدشونو بیاری نه نه بالا، نه دوباره من دوباره ببینم، شاید میارم من بالا. خطایی کرده باشم. واقعا میشه من خطا کرده باشم. آره بذارید دوست دوستمو عزیز بیاد. بیاین بالا. بیاین بالا. آره، بفرما عزیزم. سجاد جان بیا بالا. آقای دادی سجاد جان بیا بالا، خواهش میکنم. بفرما بیا بالا. سجاد عزیز بیاین بالا، من دارم شما رو دعوت میکنم. زیبا جان بیارش بالا، بیارشون بالا. حتما از من خطای سر زده که دوستمون اینقدر ناراحت شد. حتما بفرما سجاد جان. من چی آقای گفتم دادیار، امروز؟ شما جان در جان. روم قبلی با خب تکرار برچسب زنی جمهوری اسلامی سعی در دفاع از اعدام‌های جوانان عرب و حبیب اسیوت داشتین. مدام سعی میکردین که عرب‌ها رو با انگ تجزیه طلبی به قولی خطاب قرار بدین. متوجه چی هستین؟ گفتم میشه بگید چی گفتم؟ روم قبلی شما اگر ضبط شده باشه میدونم روم موجوده. قبلی رو من چی گفتم، اون گفته منو بی زحمت بگید. شما بهتر متوجه. من نمیخوام روم شما رو به حاشیه بکشونم، فقط قصدم این بود نه که عزیز من، شما رو دعوت آخه بکنم به یک روم. متوجه نه هستین؟ آخه نه، شما اول اون مطلبی رو که من بر علیه تمام همیهنان مطالب عربم. روم قبلی شما ضبط شده است. ما بله چه شما خوب، رو چه خوب. اجازه بدین لطفا. ما شما خب رو به یک روم دعوت میکنیم، به یک روم از تمامی فعالین ملت ها دعوت میکنیم و پاسخ درخور دریافت خواهید کرد. متوجه نه هستین؟ من نمیام مگر اینکه جمله منو همینجا اول به من بگی، من چی گفتم میپذیرم. بگو چی گفتم. ما شما رو دعوت میکنیم با نه پخش نمیام، زنده من و نمیام به اون صحبت های دعوت ضبط به من. شده شما نه رو. من نمیام از من. نه من نمیام. دوست شما آها. عزیز همینجا به چی من گفته؟ یک شما جمله باید که بگی من چی بر گفته. علیه عرب گفتم من بگو، بعد عرض میام. کردم شما یک جمله شما انگ تجزیه طلبیه، انگی یعنی که چی؟ سپاه پاسداران به ملت عرب بقولی سعی در اعدام جوانان اونها و سرکوب ملت عرب رو با این انگ داره. عین جملم چی بوده؟ این جمله من مفهوم کلی جملات شما رو دارم بیان میکنم. در هر صورت من نمیخوام که متهم به حاشیه کشوندن روم شما باشم. آخه ما شما امکان رو نداره از من امکان نداره که من در سرکوبی همیهنان عربم جمهوری اسلامی رو بگم که خوب کرده کیو کشته. آخه امکان داره از من همچین چیزی که من بیام بگم که سپاه پاسداران خوب کاری کرده، مردم عرب کشته، مردم عرب اهواز و خوزستان رو کشته. یعنی از زبان من همچین چیزی برمیاد؟ عرض یا کردم من امروز اصلا همچین چیزی گفتم امروز؟ عرض کردم ما شما رو دعوت میکنیم به یک روم با پخش زنده و با صحبت های ضبط شده روم قبلی شما پاسخ شما رو خواهیم داد، مگر اینکه به قولی سعی در تغییر آنی مواضع خودتون باشیم. آقا عزیز من، آقا چه حرفی آخه؟ ملت عرب ایران، مردم عرب ایران یک ملیتن، با زبان خودشون، با فرهنگ خودشون، با همه زبان خودشون. آخه من چگونه میتونم بیام بگم که پس جمهوری شما اسلامی حق دارد؟ یعنی چی این حرف؟ اوکی، پس شما به این امر اذعان دارید و تأکید میکنید که عرب های اهوازی حق دارن استقلال طلب باشن، درسته؟ نه من گفتم نه. آها، حالا من یادم افتاد. اوکی، بله. بحث بین عبدالرحیم بود و اون کسی که انداختنش پایین. من به ایشون گفتم شما حق دارید
استقلال طلبیتون رو بکنید، ما رو هم دعوت بکنید در رومتون. اینجا ما استقلال طلبی در اینجا، این روم مال ایرانیان هست، اینو گفتم درسته، وای میسم روش. همینجا هم میگم، من به بلوچای خودم هم میگم شما حق دارید، اینجا رفیق عبدالله اینجا مال جنبش ملی بلوچستان هست، استقلال طلب هست. امشب من دعوت کردم در این روم، آمده، حق داره ایشون مستقل بشه، منم بهش تبریک میگم. چه حرفیه؟ این رومی که الان ما نشستیم مال ایرانیان هست، شما میتونید استقلال طلبی بکنید، ما رو هم دعوت بکنید در رومتون، وقت ما رو اینجا نگیرید، ما حرفتون میشنویم. این چه حرفی عزیز من به ملت عرب میگم که شما حق ندارید، نخیر حق دارید. اوکی حرفیه. اوکی ما شما رو به یک روم دعوت میکنیم و نسبت به این دعوت گفته های کنید. شما آره. پاسخ شما رو آره. خواهیم داد. متوجه باشه. هستین؟ ولی من پاسخی در تضاد با شما ندارم. خیر، شما حق شما دارید استقلال طلبی. آقا عزیز من جناب سجاد دادیار جان، شما جناب حق دادیار دارید استقلال طلب باشید عزیز من. جناب شما دادیار حق دارید شما استقلال طلب با باشید. جناب دادیار شما با این جان. نوع ادبیات و این نوع مقالطه سعی بر این دارین که دیگران بازم رو میگه احمق فرض مقالطه. بکنید. آقا شما مگه نمیخواید استقلال داشته باشید؟ غیر از اینه؟ غیر از اینه سجاد جان؟ الان بحث من نمونه ای از گفته های شما رو بیان کردم. قصدم آقا من شکافتن الانم موضوع دارم استقلال میگم طلبی آخه نیست. سجاد جان، من الانم دارم میگم که شما حق دارید استقلال طلبی بکنید، حق دارید. گفتم اگر میرید روم میزنید منو هم دعوت بکنید که من بشنوم، گوش بکنم استقلال طلبی شما رو. دیگه اوکی غیر از این من چیزی گفتم؟ اوکی بنده خب این کلام شما رو خب نوعی عذرخواهی از ما میدونم به خاطر رفتار زشت و توهین آمیز شما نسبت به برخی عزیزان عرب در روم قبلیه. خب متوجه هستی؟ اگه شما خوشنود میشی به این که من حتما عذر میخوام، چشم عذر میخوام. اگه به من این خوشنود خوشنود میشی، نمیشم. ولی من گناهی در حق استقلال طلبی شما ندارم. شما میتونید استقلال طلبی بکنید، هر انسانی بحث میتونه، آزادی. بحث رفتار و گفتار توهین آمیز شما در روم قبلی بود نسبت به عزیزان عربی. مثلا چی بوده؟ میشه بگید چی بوده؟ عرض کردم تمام صحبت های شما ضبط شده است من و یک اگر جمله تمایل بیشتر داشته در اون روم باشین. تمام نداره. من در اون روم یک جمله بیشتر نگفتم، یک جمله گفتم شما حق استقلال طلبی دارید، برید استقلال طلبی بکنید، رومتون جدا بکنید، به ما بگید بیاین گوش بکنید. اینجا روم ایرانیانه، من اینو گفتم روشم وای میستم، تا قیام قیامتم وای میستم. من این حرف رو به بلوچ ها میگم، به کرد ها میگم، به اعراب میگم، به ترکمن ها میگم. رومی که من دارم روم ایرانیان هست. آقای داجان ما اعراب نیستیم و این صحبت شما که عرب ها خوبه، عرب بله ها خوبه، عرب خوزستان، بله این عرب کلام الاهواز شما خوبه. این کلام آقا عرب شما که الاهواز خوبه، یک لحظه عرب لطفا عزیز الاهواز جان بگم. یک لحظه این بابا لطفا فکر کنم سرکار گذاشته، بابا ولش کنید. آقا چی باید بگم که تو راضی باشی عزیز من؟ این که شما عنوان بکنی شما یک کار کن سجاد جان عزیز من، قربون برم، شما اون چرا بگو که من همونی تکرار بکنم. من چی باید بگم؟ شما از روی اندیشه ایران شهری صحبت میکنین. این روم جون و ایرانی پدر هرچی هاست. ایران شهریه، من چه کار به ایران شهریار دارم عزیز من؟ همینه شما ادبیات ایران شهری رو استفاده میکنین منتها باز بقولی عجب اقرار حرفی به ها. آقا من ایران شهری نیستم عزیز من، من یک ایرانی بلوچم عزیز من یک ایرانی بلوچم. برای بلوچستان فدرالیسم میخوام، زبانشو میخوام، فرهنگشو میخوام، پرچمشو میخوام، پارلمانشو میخوام، حکومتشو میخوام در ایران. این منم. شما هم حق دارید خودتون اگر دلتون میخواید از ایران اگر میتونید جدا بکنید. منم بهتون تبریک میگم، یا هر آنچه شما بگید من همونو تکرار میکنم. شما بگو تا من بگم، من به شما چه بگم همونو بگم. چشم. اوکی مرسی از اینکه به من مجال دادین نه بیام خواهش بالا میکنم، روی استیج. خانه شما.
بعد اینجا صحبت رو من به بکنیم. خاطر شما دارم عزیزم. شما نباشید که من رو نمیتونم باز کنم. من اگر اومدم بالا جهت خوشنودی نیست که شما رو وادار به عذرخواهی بکنم. شما یک عذرخواهی به ما بدهکار بودید و باشه، هستیم چشم به خاطر چشم. ادبیات زننده و توهین آمیز در روم نه، قبلی شما. من از این دفاع میکنم از خودم. من به ملت عرب ایران هرگز توهین نمیکنم. هرگز. حق دارن استقلال طلبی بکنن، حق دارن با ما باشن، در فدرالیسم بمونن، این حقشون. من اوکی. توهین نمیکنم. اوکی، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مرسی از اینکه به من مجال دادین صحبت بکنم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. حق شماست. متشکرم. خواهش میکنم. عجب بابا. من به ملت عرب امکان نداره من بله. امروز اومدن دو تا از برادران عرب ما اونجا بودن، یکیش آقای عبدالرحیم بود، یکیش یه دوست دیگری. گفتم من با عبدالرحیم عرب همدلم، اما اگر شما استقلال طلبی میکنید رو میتونه بزنید، من میام گوش میکنم. تبریکم بهتون. یک جمله هم اونم میگه تمام حرف شما. من فقط این جمله بوده که گفتم. خیلی عجیبه واقعا از سجاد جان. و الانم میگم شما همونو بگو، من همون تکرار میکنم، شما همون که هستید من تکرار میکنم. خیلی عجیبه. خب به هر حال میشه منم اشتباه کرده باشم شاید، ولی من حاضرم برم. سجاد جان هر وقت روم تشکیل دادید من میام، چشم. نوار رو بگذارید من گوش میکنم. اگر توهین کرده باشم حتما پوزش میکنم. چشم. خب امیر جان بفرمایید. من دست بالا. چیز دیگه میگه. مرسی از من چون یه اتاق میبنده من گفتم این سلام بگم و احساس کردم که خب این دوستمون میگفت که شما توی خب باید آدم مورد مشخصشو بگه. کلی بویی که نمیشه که تو توهین کردی. آره فکر کنم شنبه بود. آره این چماقداران چشم و لیسان استبداد حمله کرده بودن به یه محمد رضا چیه به اسم هالو. حالا کاری ندارم به اصطلاح این آقا گذشتهش چی بوده، به هر حال تا جایی که باشه ببین علیه به اصطلاح طنز می‌نویسه و ملاها فلان اینا. بعد من تو یه جایی گفتم که خب این واقعا افتضاحه. اینایی که دم از دموکراسی و نمیدونم دموکرات بودن میزنن میان این توجیه میکنن آی دو طرف نگاه. من گفتم این اوج وقاحته. این کلمه وقاحتی گفتم اینا گفتن تو توهین کردی فلان. گفتم آقا جان این کلمه وقاحت شما یک کلمه دیگه بگید. یه آدمی اومده توهین کرده زده نمیدونم فلان کرده و این شما میان اینو به اصطلاح میگین که چرا اومده اصلا تو اون جمع، ولو که اصلا اینطوری نبوده. ثانیا این گفتم این مسئله این همون نیست که جمهوری اسلامی این خانوما را میگیره زیر شکنجه و کتک که شما اگه لباستون درست بود که به شما تعرض نمیشد. بعد این بابا شروع کرد که شما تو میگم آقا توهین من چیه؟ واقعا یک کلمه گویاتر از این میشه پیدا کرد؟ یه بابای را توهین میکنن اونم در لندن، فوش های رکی که میدن احتمالا ویدیوش دیدی. بعد من میگم که اون کسانی که توجیه میکنن این اوج وقاحته. این وقاحت کجاش توهینه؟ هست دیگه. من چه کلمه به کار ببرم؟ اینه که من یه لحظه این دوستمونم اومد به شما گفت خب مورد مشخصی بگو که آقا این جمله رو گفته و این توهین آمیزه. و این دوستمون مثل که یادش نبود یا به هر طریقی هی اصرار میکنه که شما توهین کردی باید عذرخواهی کنه. خب باید بگی آخه. اینی که گفتم به خاطر همین دستم گفتم که زیاد اینو کش نده. خب آدم باید مورد مشخص را بگه که شما این جمله را گفتی و این توهین آمیزه و این مثلا تو زیر پا گذاشتی روابط به قول معروف انسانی یا چیز حقوق دموکراتیک یک ملت.
بعد ثانیاً ببین واقعیتش اینه، اصلا این بحثا به نظر من یه مقدارشون رو سرکاری هم هست. آقا جان این ایران چند تا ملیت، هر اسمی میذاریم بذاریم، از کجا اومدنم کاری نداریم. الان یکیش به اسم کردستانه، اکثریت مردمش به زبان کردی صحبت میکنن، یه بخشش بلوچستانه، کاری هم نداریم گذشتهش چیه. الان اینا هستن، این زبانشون این فرهنگشونه. یا آذربایجان، اینا میخوان خودشون اداره بکنن طبق حقوق بشر، به زبان خودشون را تدریس بکنن. اینم بازم در چارچوب به قول من حقوق بشره. شما اینا را بدین، اینا را قبول بکنین، بقیهش دیگه حالا هر چی بگین بی خوده. شما اینا را قبول نمیکنین، بعد شما برای اینکه اینا رو قبول نکنین میگه اینا تزیه طلبن، بعد فوش میدن. آقا یکی بیاد بگه که کدوم یکی از این ملت های این کشور رو تزیه کردن تو این حداقل 200 سال الان کدوم اینا اومدن امیر جان تزیه کرد؟ ببخشید، زیبا جان سجاد دستش بالاست، بیارش. سجاد جان بیار بالا. امیر جان بفرمایید. اینی که اینا رو باید بگه که خب شما اینا رو نداری. یه مشت آدمایی که اصلا اعتقاد به دموکراسی ندارن، فقط میخوان حکومت بکنن. و جالبه که حکومتی هم که بر میگردن میگن که ما دوران طلایی شاهنشاهی داشتیم، فقط میخوان انتقام بگیرن که چرا انقلاب بهمن به قول معروف شکست خورده و ملاها حاکم شدن، باید از اینا انتقام بگیریم. اصلا مسئلهشون دموکراسی نیست، اصلا مسئلهشون مشروطه پارلمانی، اینا همش به نظرم شوخیه. از بالا پایینشون وقتی میگی که عزیزم، شما میگی که رضا پهلوی بهش میگن رضا تفرقه، واقعیتش هم همینه. یه ذره کوتاه اومده بود سریع اینو کشیدن پایین. شما برو نگاه کن از امیر طاهری و تقی‌زاده و اون یه سری جوجه فاشیستا، اینا میگن اصلا دموکراسی برای اینه. وقتی اینا رو میگی اینا ناراحت میشن، شما ضد ملی هستید. ملی رو هم با سلطنت معادلش کردن. اگر ملت یا هر کشوری نتونه مردمش راضی بکنه، اون ملت حق داره هر کاری بکنه. اینی میمونه توی خانواده 5 تا بچه هست، باباه فقط اون 3 تا، اون 2 تا دیگه اصلا در نظر نمیگیره. اون 2 تا دیگه حق دارن یخه بابا رو بگیرن، داغونشون هم بکنن. این چیز طبیعیه. ایران هم همینطوریه. تا حالا اگر مونده بوده برای خودشون اداره میکردن و اینو نمیخوام بپذیرن. این واقعیت قضیه اینه. تمام تلاششون اینه که اونایی که واقعا اعتقاد به دموکراسی، آزادی اینا دارن، اینا را به قول معروف از میدون به در بکنن، با فوش و بدبیرا و با از استفاده از خیلی سر این حکومتی که فاشیست، که خودشون مسئولش هم هستن. اتفاقا باور کنید پیروز تو یه جایی بودم، یکی از این دکترایی که اسپشیالیست به قول معروف جراح هم بوده، تو صحبت هم معلوم میشه که آقا سرهنگ ساواک بوده، بالاترین نفوذ هم تو داشته. همین حکومت خودش عنصر چیز ساواک هم بوده، تیمسار بوده. بعد اینا میگن که او این روشنفکران نمیدونم، این چپیا نمیدونم فلان، اینا اومده حکومت عوض کردن و این حکومت و بیشرمی، اوج بیشرمیه. همین حکومت را جمهوری هم میگن. آقا جان این مگه جمهوریه؟ آخه انصاف هم حدی داره. یه ولایت فقیه در حقیقت سلطنته. کجا جمهوری بوده؟ کدوم اون، حتی اون از اون اولش اینا اختیار داشتن ریاست جمهوری ها طبق قانونشون. و برای اینکه خودشون موجه جلوه بدن بگن سلطنت، اونم حالا جدیدن مد شده بگه ما نگو سلطنت، بگو که مشروطه. اگر مشروطه است اون رضا پهلوی که اصلا حق نداره اصلا مسائل سیاسی صحبت بکنه. اگه واقعا چی اینه، اصلا نباید دخالت بکنه به هیچ عنوان. ولی واقعیت این نیست. شما میخواین یه دیکتاتور از نو بیارید
از موقعیت استفاده میکنی. مردم میگن که رحمت به اون دوز کفن دوز قبلیه. آره مردم همیشه اینطورین، مقایسه میکنه دیروز بهتر بود از امروز و مقایسه میکنه. آره مسلمه. ولی آیا اون مردم اون موقع که خیابون اومدن میلیون انسان این چیزی میخواستن؟ انصاف هم یه چیز خوبیه. یا مردم اینا اصلا باور کن اینا مردم نافهم حساب میکنن، میگن درک ندارن دیگه، کوتاه دیگه، مثل که مغزشون مغز ماهیه، مموری هوش ندارن، نمیدونم فلان ندارن، راحت با میلیون میتونیم فریبشون بدیم. منبعشون هم شده تلویزیون منتو. به قول این تغییر اماره راست میگه، میگه که اینا تاریخ ساندویچی میخواد تحویل ملت بده. همین منتو اومد این وکالت انداخت، پوست خربوزار پسرشا اون تو مصاحبه اون دختر خانومه که این بلا را بسر که این هم اتحاد بود اینا را از بین برد. حالا دو قرطانیشون هم باقیه، خودشون اتحاد و ضربه را زدن. حالا تفلک این حامد اسماعیلی رو زیر سوال میبرن. علی نژاد که یک زن بود به نظر من اندازه یه حزب فعالیت کرده، حالا کاری نداره، هر انسانی میتونه خطا هم داشته باشه، ولی چقدر اینا علیهش تبلیغ میکنن این بی‌انصافا. یکی از اینا اگه رفته بود اسرائیل چه چیزی الان علیه این میگفتن. ولی آقای رضا پهلوی راحت میره اونجا، اون دیوار ندبه هم دعا هم میخونه، انقلابی هم هست، ایرانی هم هست، وطن پرست هم هست. کسی اصلا شکم نمیکنه. انگار که تو ژن اینا خون اینا تزریق کردن ایرانیتو. فقط ایرانی یعنی پهلوی، یعنی انقلاب مشروطه کشک بوده. این همه انسان‌های آزاده که در به خاطر حفظ اون کشورم فعالیت کردن همش کشکه. و یه سری جوونا رو با این تبلیغات فریب بدن. اونم چی؟ ما اینطوری بودیم به اینجا رسیدیم. نمیگه که چطوری شدی اینجا رسیدی، چطوری اون میلیون ها انسان اومده بودن تو خیابون. من تو با بفرما شام 90% اون چیزای خزعبلات تحویل میده که امروز بیاد بگه که به قول معروف رضا شاه روحت شد. اونم بیشترشون خود ساخته خود سپاه هم هست بوده. ممنون، من دیگه زیاد صحبت نکنم. بله سپاسگزارم امیر جان. سجاد رفت دوباره پایین، نمیدونم خودش رفت پایینم، سر حوصلش سر رفت، ولی ما در خدمتشیم اگر بیاد بالا. الا جان فرمایشی نکردی امشب، سخنی نگفتی. خانم الا عزیز اگه میخوای سخنی داشته باشید ما در خدمت. سجاد جان شما نمیخوای دیگه سخنی بگی؟ من دارم دعوتتون میکنم بیاید بالا. نه، بسیار. پس اگر دوستان سخنی دیگه نداشته باشن، محمد جانم نیومد امشب سخنی بگه، دلاورم که هیچ حرف نمیزنه، علی جانم که با دوستش نشستن. بسیار خوب. پس دیگه مزاحم دوستان نشیم. مجید جان میخوای چیزی بگی؟ مجیدم رفت. بسیار خوب دخترم. پس فرخ جان ببندیم، بله میکروفونو بله ببندیم ها. عزیز. شب بله بخیر بله دیگه. شب خوش، شب خوش، شب خوش شب خوش، قربانتون. خدا. زیبا جان مرسی، مهر ورزیدی، شما قشنگ اداره کردی، زحمت کشیدی، خیلی هم با پرسشات ما رو تحریک کردی که بیشتر بخونیم، بیشتر یاد بگیریم. چشم، من در زمینه تاریخ بیشتر کار میکنم، ولی اون کتابو برات همین امشب میفرستم. ایمیل تو بک چنل من بگذار. این زمینگیر رو من به فارسی هم ترجمه کردم، به بلوچیش هم هست، فارسیش برات میفرستم بخونش، ببین که ما چگونه از در واقع مسخ شدیم، مسخ فرهنگی شدیم. بخونش، بعد نظرت هم برای من بگو باشه.
حتما. آدرس ایمیل تو همین بک چنل من بنویس، من همین امشب برات کتاب میفرستم. سپاسگزارم از همتون. شب و روز خوش. فرخ جان خوش باش. شما خوش. من حتما نظرم میفرستم براتون. البته چیزایی که من خوندم در سایت britannica.com بود، خیلی چیزای جالبی نوشته بود، واقعا زنده بود. البته اوکی خیلی خوشحال میشم کتابم برام بفرستین حتما. حتما همین امشب برات میفرستم. بخش بار ادبیش خیلی خوب کمکت میکنه. بعد که فارسیشو خوندی بلوچیش هم برات میفرستم، چون این ترجمه بلوچی اونه. من اول به بلوچی نوشتم، بعد بچه‌های فارس گفتن که ترجمهش کن، من ترجمه به فارسیشم کردم. بعد که ترجمه فارسیشو خوندی بلوچیشو برات میفرستم، اون بلوچی تو خوب میکنه. باز باشه. بخشش فرخ جان امشب قرار نبود تو امشب خواب بری. امشب واقعا موقع خواب تو بود، باید تو جلسه می بودی. بچه‌های حزبی اومده بودن مال بلوچا، من هرچی به دنبالت میگشتم. نیک روش هم نیامد، نه تو اومدی نه نیک روش. سری بعدن شد. آره اوکی. شب شب خوش. خدا